حکومت مذهبی که در ایران حاکمه و این حکومت مذهب و موجودیت مذهب در چند قرن اخیر که دست از سر ما بر نداشته و به باور من چه بسا نیاز به یک رنسانس فکری هستش که بشه این به اصطلاح دوره مثل همونجوری که ما دیروز در دنیای صوفی بهش اشاره کردیم در مورد رنسانس، در واقع خود رنسانس در واقع گذر از در واقع استیل‌های مذهبی و در واقع نگرش انسان از طریق میشه گفتش که مذهب به جهان هستی بود و در واقع وقتی این سپری شد برای اولین بار انسان تونست حیات مجدد پیدا. از این روز که برای ما ایرانی ها به باور من بسیار شایسته تر و بایسته تره که آشنایی پیدا بکنن با در واقع فانکشن یا فونکسیون یا کارکرد مذهب که از کجا آغاز شده. و خب تو این راه هم تعداد کم از ایرانی ها نبودن که از دوره عهد باستان، یعنی میشه گفت اولین مخکشی برای بهدینی از دوره هخامنشی آغاز شد، نظامی اشاراتی به اون داره و بعد ما می‌بینیم در دوره اشکانی خب هیچی باقی نمونده، ساسانی‌ها چیزی باقی نذاشتن. به نظر میاد که این اختلاط اقوام مختلف با هم و حضور مذاهب مختلف با هم و در واقع اون چنان شکل‌گیری طبقه روحانی رو ما نمی‌بینیم. ولی میگم به قول ولتر اولین شارلاتانی که یک پیرو پیدا میکنه اسم خودشو میذاره روحانی و فان چیزی که کار نداره با روحانیت و روح و اینجور چیزاست. خب ما که باورمون حالا میشینن با هم نشونن نفس صحبت میکنن، این نفس اون روح یه سری خزعبلات رو به هم میبافن. اما آنچه که هست من به ابتدا و به سادگی این گونه بیان کنم که قبل از اینکه بخوام برم در با انسان عصر حجر و اینکه چگونه این نیازه یا چگونه این تفسیر از یا جهان بینی یا این تبیین جهان از این کانال و به این طریق و با این دیدگاه و با این جهان بینی آغاز شده رو یه مقدار روشن کنم. گفتم در جهت روشنگری در طول تاریخ ما به ویژه از در دوره عصر جدید مشروطه و در تمام طول تاریخ افراد خیلی زیادی کوشش کردن که به ویژه این رو برای ایرانیان روشن بکنن و به نظر میشه که الان بیش از هر زمان دیگه ایرانیان خیلی به اینکه آگاه بشن از این کارکرد مذهب در واقع براشون جالبه و طبیعتاً هم خب معلومه که چرا. ببینید وقتی که بشر در کل نمیدونست جواب چراها و چطورها رو، یعنی اساساً به هیچ عنوان به دوره فلسفی پا نگذاشته بود که بتونه جواب چراها و چطورها رو، یا به اون دوره حتی کسب مهارت اولی هم تازه دست یافته بود و نمیتونه جواب چراها و چطورها رو، اون چیستی و کیستی خوش و رابطه خوش و جهان هستی رو با از راه به کار بردن تجربه و دانش یا مهارت یا تفکر به اصطلاح جواب بده به اون پرسش ها، آمد یک جهان بینی رو تبیین کرد که تکیه بر تخیل میزد، چون جز تخیل چیز دیگه ای نداشت و اساسا ابتدای این تخیل همراه شد با رشد مغزی انسان. یعنی انسان ما باید یکم قدم رو ببریم عقب‌تر از انسان هومو ساپینس و بعد قدم رو باز یه مقدار عقب‌تر ببریم از انسان هومو نیاندرتال، حتی بعد عقب‌تر بریم از انسان هومو هابیلس، حتی بعد عقب‌تر بریم با سراغ هومو ارکتوس. هومو ارکتوس در واقع می‌بینیم که اسمش هم روشه، برای اینکه سرپا ایستاده، یعنی اولین میشه گفت انسان یا اولین میمون یا بهشون بر میخوره. فکر میکنم مثلا
میمون بودن چیز خیلی بدیه، در حالی که ما گربه‌سان داریم، سگسان داریم و میمونسان داریم و انسان اصلا از ظاهر و رفتار و حرکاتش و اینا مشخصه که میمونسانه. بر روی این جهش یا موتاسیون در این موجود رخ داد که به نوعی این سرپا ایستاد و همه ما حالا طبق نظریه لامارک که اولین زمینهای فرگشت رو ترک کرد و مثلا نیاز طبیعی رو ترک کرد که بعدها همین نظریه لامارک و لینه هر دوش کمک بنیادی برای نظریات چارلز داروین گرامی شد که مثال زرافه رو زد که اصلا یا خیلی حیوانات دیگه، از جمله مثلا شما میبینید که زرافه برای اینکه بتونه از درختان تغذیه کنه حالی که در زمین علفی نیست، همینجور هی تلاش کرده و در طول قرون گردنش کشیده شد. این لامارک روی اینها کار کرد و لینه هم همینطور به لحاظ گیاهی و روی طبیعت کار کرد و این نیاز طبیعی بشر رو ما در همین انسان هومو ارکتوس میبینیم که چه اتفاقی افتاده که انسان هومو ارکتوس ایستاده شده، قد قامت کرده، قد راست کرده، قامت راست کرده و راه افتاده. یکی از اولین انسان‌هایی که خب ما الان جمجمه ازش داریم و ازش ساختارش رو حدوداً میدونیم چیه، هومو ارکتوسه. یک عمر تقریباً 1,800,000 ساله داره فعلا و جالب اینه که این انسان در واقع یکی از اولین انسان ها، شاید هم حالا اولین نباشه ولی یکی از اون اولین هایی است که مشخصاً قامت راست کرده است، برای همین اسمش گذاشتن هومو ارکتوس. و در واقع میشه گفتش که بعضی از دانشمندان معتقدن که خیلی از اتفاقاتی که برای انسان افتاد همین انسان هومو ارکتوس از 1,800,000 سال پیش تا چند صد هزار سال پیش رقم زد و با کسب مهارت در دوره نوسنگی و پارینسنگی که حالا ممکنه به دورهای دیگه رسیده باشه و همینطور هم کسب تجربیات تونست مغز 300 گرمی خودش رو در طول میلیون اندی سال به یک مغز به اصطلاح 800 گرمی تبدیل کنه. پس این نشون میده که عامل مهارت، تجربه، به کارگیری تفکر و تخیل انسان یکی از عوامل رشد مغزش بوده. یکی دیگه از عوامل رشد مغزش تغییر نوع خوراکشه و اینکه این آروارهای که نیاز داشت به شدت کار بکنه لابد با کشف آتش و نرم شدن غذا و یا گیاهخواری‌های متعدد باعث شده که نیازی از به کار بردن همچین آرواره‌ای نباشه. در اون صورت آرواره کوچکتر و فضای بیشتری در مغز برای ایجاد شکل کورتکس و کلا مغز ایجاد کرده که این میمونسان انسان تونسته مغزش رو انقدر رشد بده. همه ما امروز بر روی آن تئوری کلی که داروین طرح میکنه یه بنیادی بود که امروز بر روی دانشمندان ما با علوم مختلف و همینجا در لندن که مثلا به راحتی شما میتونید قدم بذارید در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا و انواع جمجمه ها و انواع مثلا کلا تاریخ تکامل جهان رو در یک موزه کوچک در مرکز شهر لندن ببین. من خاطرم هستش که از یکی دو تا دوست یعنی آشناهایی داشتم و موکلین داشتم که به ویژه یهودی یا بعضی وقتا مسلمان بودن و نفی میکردن. گفتم خب دستت رو با هم بده ببریم این موزه تاریخ طبیعی در لندن
من اینا رو بهت نشون بدم، مثلا اینا خیلی ساده است و جالب اینه که هنوز بعد از گذشت میلیون ها سال و گذشت این همه زمان از آغاز دوران چهارم زمین شناسی، هنوز بشر جوامع خدامحور داره و اساسا به همان تقریبا، البته نه همان، ولی یک نوعی از نگرش اسطوره‌ای به جهان هستی داره و هنوز وارد اون دنیای فلسفی یه بخش بزرگی از مردم جهان نشدن، اگرچه متفکرین شدن و علوم رو ایجاد کردن، اما این تولید رشد مغز همراه کانشسنس و شعور یا خرد فردی و جمعی در انسان که من به زودی الان توضیح میدم که ارتباطش به کلونی چیه و زندگی گروهی چیه و اساسا اینا به چی رو شکل گرفته. ببینید زمین، کره زمین الان نصف عمرش رو، یا منظور شمسی الان نصف عمرش رو طی کرد در این چند میلیارد سال. حالا از سقوط RNA که درست RNA وقتی میگن خب مثل همین کرونا یادش میافتادم که بر روی اینها ویروس هایی بودند که هنوز به اصطلاح شکل دی ان ای کافی پیدا نکردن و RNA داشتند، همون ابتدایی بودن و گویا مقوله حضور اینا بر روی کره زمین توسط یک شهابواره انجام شده، در حالی که بیشک در خود کره زمین به تنهایی بعد از این همه اتفاقات آتشفشانی و اینا که الان به سرعت براتون کوشش میکنم توضیح بدم، چون مقوله‌ای که ما میخوایم بررسی کنیم ارتباط خیلی تنگاتنگی با زمین شناسی در تکامل داره. ارتباط زمین شناسی در تکامل که اتفاقا آقای علی قائدی دوست نازنین ما اینجا هستن و رشته تحصیلشون هم زمین شناسی، اگر اشکالی بود من رو اصلاح بکنم. و این که به هر صورت این کره آبی ما و زیبای ما که در واقع خود بهشته و میخوان آدم‌ها رو برن یه بهشت دیگه، و بهشت واقعی همینجا هست، همین کره نازنین زمین ارث هستش. و این کره در واقع که حالا در طول این چندین میلیارد سال به این شکل در آمده و چه بسا قبل از این موقعیت شرایط مشخص مثل اینجا رو شاید مریخ داشته و الان نوبت به نوبت زمین رسیده، ما نمیدونیم. این کوششی که دارن دانشمندان در تلاشن که این رو دریابن. به هر روی کره زمین بعد از اون که حالا نظریه اشمیت و لابلاس بعداً طرح شد و نهایتاً طرح مسئله بیگ بنگ بود و بیگ بنگ هم به نظر میاد که در آزمایش سرن که در بین لوکزامبورگ و سوئیس و چند تا کشور اتفاق گرفت با اون هزینه و اون دستگاه چند کیلومتری، به نظر میاد که هنوز تئوری بیگ بنگ کاملا این درجه اثباتش بالاست و به هر روی از یک نقطه و از یک نوک سوزن این حیات یا توی نظریه اشمیت لاپلاس بهش اشاره میکنه که این تراکمی که در گرد و غباری که در کهکشان هست و در واقع برای شکل‌گیری کهکشان ها و منظومه شمسی از این تراکم حالا گرم و رقیق، سرد و غلیظ، حالا هزار یک داستان بر صورت توده ایجاد شده و این توده در اثر اتفاقاتی که پیش آمده انفجاری ازش رخ داده که ما اتفاقا دیروز هم به این اصل چه میگن گراویتی جنرال نیوتن داشتیم اشاره میکردیم که در واقع قانون جاذبه عمومی نیوتن بر صورت این کراتی رو که ایجاد انفجار رخ داده منظومه شمسی و همینطور هم کلا ما بعد این رو بدونیم که منظومه شمسی یکی از منظومه های داخل کهکشان ما که بهش میگن کهکشان راه شیری قرار داره و میلیون ها، میلیارد ها، 400 میلیارد تا 300 میلیارد حتی کهکشان وجود داره. برای همینه که آلبرت انیشتین گرامی میگه که دو چیز را پایانی نیست، یکی جهان هستی، یکی حماقت انسانی، اما شاید برای اولی پایانی باشه و برای دومی پایانی نیست. ولی خب بر روی همین بشر با حماقت انسانیش به این درجات رسیده که امروز داره این سفرها رو میکنه. کره زمین
ما نوبت رو به کره زمین بدیم. در دوره کامبریان و پرکامبریان و دوران اول زمین شناسی و دوران دوم زمین شناسی، دوران سوم زمین شناسی و دوران چهارم زمین شناسی رو طی کرد. نیمی از عمرش رو طی کرده، نیمی از این عمر کل منظومه شمسی رو طی کرده، چون اینا همه با هم یک پارچه‌اند، همه یک جنسن، همه یک عنصر دارن. البته همه‌شون هم یه خدای خوشگل و نازنینی دارن. ایرانیان باستان رو می‌پرستن و این کره ها خداشون در صورت خورشید جان ماست، در اون مرکز هست و همچون میدرخشه و به ما گرمی میده و اینقدر مهربان بوده که بالا همه ما رو حفظ کرد. و هر روی این منظومه با این شکلی که وجود داره، خورشیدش شاید یکی از کوچکترین خورشیدهای منظومه های دیگه است. اصلا شاید میلیون ها خورشید رو بشه توی خورشید دیگه در یک منظومه دیگه جا داد. یعنی اینقدر جهان، انبساط جهان عجیب غریبه که ما رو باید به اندیشه واداره که چقدر گستره جهان هستی وسیع. بر روی این مشخصه تکاملی که بر کره زمین اتفاق افتاده رو دانشمندان به دورهایی مثل کامبریان و دوران اول زمین شناسی، دوران دوم و سوم و چهارم زمین شناسی تقسیم کردن و این RNA به نظر میاد که در دوران اول زمین شناسی یه زمانی بر درون بعد از اون همه سرد شدن زمین، بارون‌های اولیه که رخ داده، ایجاد آب به نوعی و تو داخل آب افتاده و نهایتاً موجودات آغازیان رو که نیم گیاه نیم حیوان هستن شاید به نوعی شکل دادن. این انواع این موجودات اولیه‌ای که هنوز با ما هستن، مثل پلانکتون و خیلی خیلی موجودات میکروسکوپی که الان در آب وجود دارن و به هر روی به نظر میاد که چیز در حدود 4 میلیارد سال پیش یک ماهی خیلی بلایی یک مغزی دیولپ کرد و اون ماهی در واقع جد ماست و اون در واقع اون سیستم عصبی که در واقع تونست با جهش ایجاد بکنه برای اینکه بتونه در فضای شکارش رو بکنه و شکار نشه، در واقع میشه گفت زمینه برای اون که جد اصلی ما حضرت ماهی علیه السلام هست. و این به نظر میاد که این موجودات کم کم و گیاهان همینطور، چون به محضی که عصر اول زمین شناسی از این موجودات و این آبها و اینها میگذریم، ما بلا فاصله در دوران دوم زمین شناسی که یکی از درخشان‌ترین دورانش دوره سیلوریان هست، ما تمام جهان رو جنگل‌های وسیع میگیره و این اشعاع‌قاره‌ها شروع به کار میکنه. خیلی اتفاقات مختلف در روی کره زمین میفته و تمام آثار زغال سنگی از این دوره است و اساسا ایران اتفاقا برای اولین بار فلات ایران در دوره سیلوریان از آب یه دوره بیرون میزنه و بعدها دوباره در دوره کرتاسه به زیر آب میزنه، دوران سوم زمین شناسی که اینا همه جای صحبت داره. ولی به هر صورت این عصر گیاهان زمینه‌ای رو برای اون موجوداتی که در آب بودن و همطور به آرامش به صورت خزنده بیرون آمدن و کم کم پرنده شدن و موجودات دیگر رو شکل دادن، موجودات دیگه پرسلولی رو شکل دادن و خود مغز ما، مغز رپتایل ما که هم مغز اون ماهی اولیه است و مغز خزنده ما هم در مرکز ما، در مغز ما هست. این بخشی که در پایین هیپوتالاموس و گلند ها، یا مثل گفت وقتی ما میگیم مثلا هیپوفیز هم یکی از این گلند هاست، یکی از این میشه خوشه صنوبری. این خوشه صنوبری که در مرکز مغز ما هست که اون طرف در پایینش مخچه و بصر و نخاع و سیستم عصبی و رفلکتیو ما هست و در بالا هم که پادشاه بدن مغزی که رشد کرده شکل گرفته و این مغز اولیه ما همان مغز اون اولیه است که از اون ماهی به ما و هی دور اون مغز بشر مغزش رو شروع کرده رشد دادن
و اتفاقا بحثایی که ما بعضی وقتا از نظر اسپریچوال میکنیم، منظورم هم اسپریچوال اصلا من جنبه روحی یا اینا نداره، یعنی فکر میکنن ما میخوایم مسئله رو بکشونیم به نمیدونم دین و مذهب، اصلا به هیچ عنوان ربطی به این نداره، بلکه به شعور و خرد و کانشسنسه که ما اشاره داریم. اتفاقا عارفای عصر جدید همشون توجه خیلی دقیقی به مقوله کانشسنس دارن، یا خرد فردی یا خرد جمعی و شعور یا خرد کاربرد یا وهومند یا بهمنجان ما، و اون بحثه که بحث خودآگاهی و فراگاهی است. و این مغز خزنده ما هم اگر رهاش بکنیم عین همون فطری عمل میکنه، عین خزنده عمل. برای همینه که اگر ما فراگاهی پیدا نکنیم، این مغز خزنده ما که از درست مثل همون ماهی ممکنه عمل کنه، ما انقدر میتونیم کور باشیم در دور خودمون، به قول شیرازی‌ها پر بخوریم آقای سموئل، یا تو بخوریم و اینقدر در بی خبری به سر ببریم. برای این پروسه تکاملی بشر به اونجایی موجودات پرسلولی میرسونه که در دوران سوم زمین‌شناسی ما موجودات عظیم و جسم با وجود این همه گیاهان میبینیم و خب دیگه همه شرایط موجود، رطوبت، تمام امکانات برای اوج رسیدن موجودات پرسلولی. البته این پرسلولی بودن حتی اتفاقات خیلی گسترده‌ای در بدن اتفاق میفته و برای پرسلولی شدن دیگه ما اونایی که بیولوژی خوندن میدونن که نیاز به این هستش که در یه سیستم، یه ماشین میشه گفتش بیولوژیک ایجاد بشه که 3 مرحله اندودرم و تکنودرم و مزودرم رو طی بکنه و از مراحل تقسیم سلولی مثل گاسترولایی، بلاستولایی این دورها بگذره تا بتونه موجودات پرسلولی و بعداً پستاندار تبدیل بشه. مثلا اسفنج در مرحله گاسترولایی در این سیستم اندودرم، تکنودرم و مزودرمش باقی مونده. جالب میگه اصلا کل تکامل خیلی از این موجوداتی که حد واصل بودن و واسط بودن و به نوعی موجودات جهشی بودن هنوز هم وجود دارن، مثل خود قورباغه، مثل خیلی از ماهی‌هایی که خزنده بیرون میان، مثل خود اسفنج، مثل خیلی از موجودات مختلف که از ابتدای آغاز طبیعت بوده وجود داره. پس ما امروز انسان رو از منظر یک موجود پرسلولی از نظر یک جانور نگاه کنیم. ما انسان رو اصلا قصدی نداریم بهش تقدسی بدیم، چه بسا که یک سگ خوشگل یا یک پیشی یا حیوانای به این خوشگلی از همه ما نازنین‌تر باشن و این در واقع ما با این تصور خودمون فکر کنیم که انسان که از کودکی به ما انسان اشرف مخلوقات و نمیدونم اینجور حرفا، چرا که مثلا خوب تار میزنه و باهوش و اینجور حرفا. ولی خواستم بگم مثلا از این منظر تقدس به انسان نمیخوایم نگاه کنیم به هیچ عنوان و کوششمون در اینه که برای ما باز بشه که اتفاقا من به زودی که وارد مسئله کانشسنس و خرد فردی و اسپریچوالیتی خواهم شد، به زودی ما بلافاصله تفکیک عرفان رو از مذهب خواهیم دید که ای من دارم جز میزنم به این دوستان میگم تا میگم عرفان فکر میکنم دارم مذهب در حالی که اصلا اینطور نیست، اصلا به هیچ وجه اینطور نیست. از همون ابتدای قضیه اینها با هم متفاوت بودن. برای همین میگم که بشنون و ببینن آیندگانی که این برنامه ضبط شده رو گوش میکنن، از همین ابتدای کار توجه بکنن که در واقع ما چه مسیری داریم طی میکنیم و یک جوری از لابلای تاریخ تکامل، تاریخ طبیعی، از لابلای تاریخ تحولات، تاریخ فرگشت بیولوژیک موجودات و اساساً کل هستی و از به اصطلاح مسیری که تا به امروز طی کردیم رو ما داریم به مورد بررسی قرار میدیم، برای که کاری که ماها میکنیم یا اصلا همه میکنن عادت دارن که تاریخ اونجوری که دلشون میخواد قیچیش میکنن، یعنی انگار یک قیچ میزنن
اونجوری خیاطی میکنن که دوست دارن بخونن، دوست دارن بشنون، دوست دارن باشه، نه اونجوری که هست. این تاریخ پویه منسجم مرتبط در حال تغییر بی‌انتهاست. حالا ممکنه این مذاهب سمتیک یا ابراهیمی این همش خطی کرده باشه، آغاز موجیز، بعد رشد بشر، بعدش هم معاد، یک انگار یه چیز رو خطی نشونده، در حالی که جهان نهایتاً کل هستی یک سیستم سیکل داره. اساساً تمام حیات رو ما به زودی به سیکل حیات خواهیم رسید و در موردش صحبت خواهیم کرد که چگونه این سیکل حیات ارتباط مستقیمی با مقوله برگشت جهان داره. اولین چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که خود بیولوژی یا بیوشیمی یا شیمی عالی این اولین فرگشت جهان شیمیایی به جهان بیوشیمیایی، یعنی خود این فرگشت عظیم در یونیورس. یعنی از این نظر ما میتونیم بگیم موجودات و حیوانات و در روی کره زمین و انسان میوه های یونیورس هم. یعنی چه میوه تره‌بار جالبی هستن موجودات که اینقدر هوشمندی و این همه توانمندی دارن و هر کدومشون کارخانه مستقل هستن که از آب و خاک و خورشید بهره میبرن تا این ماشین رو تا توی دوره سنی طی بکنن که خب البته بعدها می‌بینیم که اینا همه ارتباط مشخصی با سلول‌های ما داره، از میتوکندری بگید تا ریبوزیوم بگید تا شبکه اندوپلاسمی بگید تا حتی واکوئلای ما بگید، همه به هم کار انجام میدن. و من بارها در مورد سافتور سلولی صحبت کردم و این سافتور سلولی و حتی خود بحث نوروساینس ما و این در واقع حتی تغییرات ژنتیکی ما و اپیژنیک ما به ویژه در این طول هم بسیار جالبه و که هر کدوم ما رو به جهش‌های تصاعدی آورده تا به امروز قرن 21 رسونده. من هی میرم عقب میام و جلو میرم عقب فقط به خاطر اینکه هم تنوع مطلب هم این شیوایی رو برای شما داشته باشه که ما داریم الان هممون نشستیم توی سفینه. من شدم این هم موقعی که میرفتم به بچه‌ها و افراد توی بریتیش میوزیوم یا توی کشورهای مختلف گاید میدادم یا راهنما میکردم، بلدرایی میکردم و در مورد تاریخ یا جای دیگه صحبت میکردم. الان دارم همون کار برای شما میکنم، یعنی دست شما رو گرفتم یا شما رو گذاشتم رو پشتم و سوار بر این سفینه شدیم و داریم به جهان هستی نگاه میکنیم. شناور در جهان بیریا شو، ز بند مذهب ها رها شو، شناور در جهان بیریا شو. و این ما میخوایم که در واقع شناور بشیم در جهان بیریا و ببینیم که این جهان که ما یه مدتی مهمانش هستیم و نه ما اصلا خودش هم تفلک نیست، مدتی مهمان این منظومه هستم. این منظومه هم مدتی مهمان کهکشان راه شیریه و یومی یه دونه سیاهچاله میاد یه سری از اینا هاپولی میکنه میخوره و دوباره. اساسا برای سیاهچاله اصلا اهمیتی نداره که ما چه دنیایی داریم، چه نیازهایی داریم، چه قصه‌هایی داریم، مثل که از یک زلزله یا از یک آتش فشان بخوایم که به ما رحم کنه. و اساسا کارکرد خاصیت طبیعت همین هست، برای که حیات داشته باشه و اون هم ملزومات خودش. ما باید بفهمیم که همه چی یه سری ملزومات داره برای زندگی و برای داشتن حیات و همینطور هم همین مذهبی که میخوایم به زودی برش برسیم جزء یک سری از این ملزومات بود. یعنی بگیم چرا به وجود اومد، از کجا به وجود اومد، چه ضرورتی برای وجود این ایجاد شد. و این نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم. ما باور کنید، من مطمئنم، من اینو بارها و از دوستانم شاگردام در گذشته همه اینها شنیدم که وقتی اینها براشون روشن شد اصلا آزاد شدن، اصلا راحت شدن.
یعنی از بار خیلی مجهولاتی که الکی ذهنشون اشغال کرده بود و اونها رو میترساند. از این ترس تو تاریکی هم تو وقتی میترسیم، خب چیه؟ برای که میترسیم به جایی بخوریم، زمین بخوریم. اساسا تاریکی ایجاد ترس میکنه و خب وقتی ما هم این مجهولات عمیقا در وجود ما هست و از کودکی ما رو به با مذهبی در گوشمون خواندن رو و بالا رشد دادن و به صورت پروپاگاندا که من بعدها میگم مذهب از چه نظر مثل پروپاگاندا میونه و در واقع کارکرد فکولته یا اون دستگاه خرد مغز رو میبنده و اساسا مذهب چرا در تضاد با عرفانه و اصلا اونم علت داره، اساسا مشخصا مشکل ایجاد میکنه برای عرفان و برای همین بوده که عرفان در طول تاریخ با مذهبی ها مشکل داشت، پیدا به مشکل میخوردن. پس این رو من هی دارم پشت سرم تکرار میکنم که انقدر تا ما حرف از عرفان میزنیم من پیش خودم نمیگم ما الزاما داریم فقط از مذهب حرف میزنیم. پس به نتیجه خواستم این رو به شما بگم که یک مجموعه ای از تکامل، چه به لحاظ بیولوژیکی، چه به لحاظ فیزیکی، چه به لحاظ شیمیایی، چه به لحاظ به اصطلاح موقعیت ما در منظومه شمسی و در کهکشان راشیری و در کل یونیورس، در کل کائنات سبب وجود ماست، سبب حتی همین افکار امروز ماست. چرا؟ برای اینکه این چرخه‌ای که از مثل از فراز اربورزکو یه دونه گلوله توپ برفی رو به طرف پایین میاد، این میشه فرهنگ، این میشه تکامل، اسمشو بده چرخه تحول. و این وقتی همجوری قل میخوره میاد پایین تا به تجریش برسه، از یکی از فرازان اینجا تو اونجا که البرز، که البته همش البرز دیگه، حالا من دماوند رو نگفتم، تو این مسیر ممکنه 1001 برگ، شاخه، نوک‌های سوزنی کاج، دونه‌های کاج، انواع خاک، انواع جنس سنگ، 1001 چیز درش ممزوج بشه. همین اتفاق نه تنها در فرهنگ برای ما میفته، همین اتفاق نه تنها در کانشسنس و خرد برای ما میفته، همین اتفاق هم در طول تکامل برای ما افتاده. از ما از مجموعه چیزهای دیگه پدید آمده ایم. برای همینی که اتفاقا جنس بشر، جنسی که بشر میتونه خدایی بکنه، برای اینکه جنس خدای بشر در واقع در کل یونیورسه. برای همینی که عارفای گذشته همشون پنتئیست بودن و این باور که ما این جنس رو از کل جهان هستی داریم، ما در واقع از این گرد و غبار کهکشانی آمدیم، با اون یک کانشسنس مشترک داریم که باید اون رمز و راز در ما هویدا شه، روشن شه. ما باید با اون یکی بشیم. یاد حرف اوشو میفتم، حرف با مزه میزد، گفتش که من جوون که بودم انلایت شده بودم، روشن ضمیر شده بودم، اصلا نمیدونستم که چرا، نفهمیده بودم، بعدها فهمیدم که اون موقع من انلایت شده بودم و اون زمانی بود که ما با طبیعت همگون شدم، تونستم با طبیعت همگون بشم. و خب اونایی که در مدرسه مغان سپیدمان زرتشتری بودن، موقع بچه‌هایی بودن که باید گئومت میشدن. این موقع بچه‌های گئومت باید با طبیعت همگون میشدن، آگاه به صفات گاو میشدن، یعنی که با آگاه به طبیعت میشدن. وقتی طبیعت آگاه میشدن و این حواسشون میتونن به کار بزنن، اون وقت روشن ضمیر میشدن. حالا من اینو خواستم بگم به این خاطر که نپرم تو بحث عرفان و بحث دوران دین مزدایی و دوره‌های دیگه، بلکه ارتباط ما با جهان هستی، ارتباط جنس ما. ببین آن چیزی که به نظر من میاد، این شاید منسوب به مولاناست، روزها فکر همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی بتم. حالا من بقیه‌شون نمیخوام بکنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. اون جنس ملکوتی ما در واقع اون سافتور حیاتی ماست که کوکش و سیستمش سیستم کائنات یونیورس.
ما چیزی جدا از یونیورسیتی، برای همینه که اونا همشون پنتئیست بودن. اتفاقا پنتئیسم بخش بزرگیه که میشه گفت به نوعی مذهب نیست، بلکه همه خداییه که عارفا بهش معتقد بودن. اونایی که نمیدونن هم اصرار دارن برن عارفا رو به مذاهب ببندن، باید اینو بدونن که عارفا اکثرشون پنتئیست بودن و به خدایان مختلف به در واقع من ببخشید نمیدونم چرا چی شد که از شارژ افتاد. حالا بیهوش کردی کار بزنین شارژ. حالا نمیدونم چرا یهو شارژ نمیکنه. خواستم یه درودی عرض کنم خدمت پروفسور فرشیداریان، جناب ساموئل، آقای درود امیرخان، به آقای شما، درود به شما، درود به شما شما. شما جناب آقای رابین بود روبین هست. بکنم. آره بزرگواری روبین هست. مخلصم. استاد خوشحالم. اعظم مخلصم، ارادت ببین دارم قربان. حالتون چطوره؟ خواهش میکنم بزرگوارین. خیلی دلتنگ شما بودیم، اتفاقا یه جورایی تشریف می آوردید، گفتیم بالاخره اومدین در خدمت باشیم. مخلصم، ارادت دارم به شما. ما این دنیای صوفی داشتیم، واقعا حیفه که شما شرکت نمی‌کنید. کلی در ازش میشه آموخت، کلی ما اینو بهانه کردیم که البته با فلسفه و علوم و تا به امروز ما رو راهنمون بشه، بتونیم تا به امروز بریم جلو. بله. حالا به هر روی خیلی جناب خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم. خوش آمدید. جناب آریان، پیرو بله. صحبت شما برای فرگشت که مثال زرافه رو زدید، الان در عصر حاضر میتونیم مشاهده بکنیم فیل هایی که در افریقا به دنیا میان به خاطر بله. که به خاطر عاج‌هاشون قتل بله. عام میشن و کشتار میشن، فیل بله. هایی که تازه دارن به دنیا میان بدون عاج به دنیا میان. اینو من خبرش رو چند وقت پیش خوندم، مثلا تعجب کردم. و این خودش فرگشت رو اثبات میکنه که بر اساس شرایط محیطی اون موجود خودش رو تغییر میده، ژنتیکشو. بله. ببینید یعنی من به جناب عنوان فرشید از مسئلهتون که یعنی عاج فیلو میکشن، بچه‌هاشو دیگه بدون عاج به دنیا میاره؟ نه، شرایط یه سیستم دقیق دفاعی تو نفهمیدم. ژنتیکشونه. آها. برسات حیوانات بعد از فشار به دلیل نیاز، همیشه مادر اصلی تکامل نیاز بوده و نیاز برای حفظ و حیات و چیزی که چارلز داروین رو به تناسب بقا نام مینامه، تلاش برای بقا هستش که یکی از عوامل تکاملی بود. حالا در موردش با صحبت خواهیم کرد سر فرصت. ولی این در مورد گیاهان هم هست آقای ساموئل. اون اینه که یک دسته گیاهان در مناطقی از سوئد توی نسل‌هایی، توی فرصت‌هایی با هم کامیونیکیت می‌کردن و اینو سمی رو پرورش میدن که آهوها زیاد اونجا نیان و اون علف‌ها رو نخورن که این درخت‌ها خوش نشن. یعنی این کانشسنس رو گیاه که الان 80 تا 85% مشابهت ژنتیکی داره خیلی جالبه. و گیاهانی که در سوئد رشد میکنه، اگر تو این سرما رشد بکنه، اگر جای دیگه بری هیچ وقت نمیتونه رشد بکنه. بعد و می‌بینی مثلا که میگه چقدر باهوشه. میخوام میگم این تصوری که ما از همه چی داریم که اتفاقا شمنا این ایده رو آوردن سالک‌های اولیه عهد کهن که طبیعت هوشمندی داره و این هوشمندی رو امروز ما می‌بینیم. چون مثال زدید، من حتی در مورد گیاهان خواستم بگم که روش‌هایی رو ابداع می‌کنن که در واقع هزار یک روشی رو دارن. تمام این وجود این گل‌ها و جذب زنبورها برای انواع گلازین‌ها، شکل گلازین‌ها برای جذب زنبورها که هاگ‌هاشون رو بتونن به هم منتقل بکنن، بتونن بارور کنن. و ما می‌بینیم اکثر اینها رو زنبورها در واقع انتقال میدن و الان این مرگ زنبورها خطر این آینده بشر رو از نظر تغذیه هم میتونه مورد خطر قرار بده. بر روی خواستم بگم که ما با جهان هستی یک پارچه به هم مربوطیم، ربط داریم. در سیکل حیات ما از اونها جدا نیستیم. حالا اینا بعضی از ممکنه بیان بپرسن که این حرفایی که شما زدید چه ربطی مذهب داشت؟ ولی آیا شما تا به حال ارتباط حرفای منو با مذهب کشف کردید؟ شاید لابلاش دارم یه نکای کوچولویی میزنم در رابطه با در واقع میشه گفت خرد بشر، فهم بشر، شعور بشر، نگاهش به جهان هستی. با این نگاهی که الان ما داریم اینجوری می‌کنیم دیگه، قرن 21 دستیازی داریم به همه چیز. این همه من مطالعات میکردم دیگه چی میگن،
ما بعد میرفتیم در گذشته خب اینترنت نبود، من از اول سری با کامپیوتر کار کردم، از آغاز اینترنت باش بودم و خب یه موقع مثلا بودم خب پدر من بودن دارالمعارف متحرک و بعد به خود من گفتم، ولی من باز در مقابل این دارالمعارفی که در جهان هستی هست مثلا هیچم. پس به نتیجه میخوام بگم دستیازی ما این تصاعد در تکامل که بعداً به اتفاقا تکامل بشر هم که مثلا تو از قرن 21 حتما خواهم پرداخت، به ابر انسان خواهم پرداخت و در آینده که ما مذهب رو رفتیم جلو و عرفان رو رفتیم جلو و علم رو رفتیم جلو به اینها اشاره خواهم کرد. ولی خیلی دوست دارم این مجموعه رو شما وقتی شرکت میکنید توش باشید، چون فکر میکنم که اگر توش باشید اینا همش ببینید این جلسه اینداکشن در واقع ما سری مطالب داریم باز میکنیم که اینها به ما نهایتاً کمک میکنه که نقش راه به ما بلد راه میکنه، ما رو نقش راه به ما میده که ما از چجوری هستیم، از کجا آمدیم، به کجا داریم میریم و اساساً چگونه این قدرت تخیل ما و این قدرت تفکر ما و حتی خاصیت شیمیایی ما، تکامل شیمیایی ما و به ویژه تکامل مغز ما رو به اینجا کشونده تا به امروز که خودمون دیگه داریم با خودمون برمی‌دیم و بعد از انقلاب ژنتیکی تصاعد بشر اولین بار بدون قانون انتخاب طبیعی در واقع بشر با فناوری و آگاهی خودش رو داره در واقع یه موتاسیون عجیب غریبی میکنه که دلش. بهتون تبریک میگم بچه‌ها، همتون به زودی نیاندرتالید و وقتی ابر انسان بیاد دیگه ماها اینجا ضرورت نخواهیم داشت. جناب آریان من یه دو تا سوال داشتم، یه دو تا مسئله گنگ مثلا مونده، فقط خواستم خیلی مختصر و مفید. یکی اینکه عرضم مسئله‌تون که راجع به زمین تخت گرده یا کرویه و اینکه راجع به کرونا واکسن رو بزنیم یا نزنیم. همین. عجب بابا چه شما دو تا مسئله گنگ واسم ممنون. دیگه هم مسئله طرح می‌کردید توی بحث تاریخ ادیان ما اساسا اونم عرضم مسئله‌تون که آیا ما از اول اینجا بودیم یا اینکه ما رو از جای دیگه آوردن به اینجا. خب ما اصلا خود حضور آرنه اولیه‌ای که دقیقاً مثل کرونا بود، یه نوع کرونا بود، حالا یه خانواده یه نوع ویروس بود، حالا فرق نمی‌کنه، یه نوع ویروس بود در روی کره زمین ما رو به وجود آورد. یعنی ویروس‌ها در واقع اسلاف و پدران و مادران ما هستن، در واقع اونا هستند که ما رو زاییدن. این از این. و زمین تخت رو من نمیدونم، من دیگه فکر می‌کنم تلسکوپ هابل و نمیدونم رفتن بشر از زمانی که رفت تو دهه 60 به دور زمین، کره زمین چرخید و اصلا الان دیگه خود شما یه دونه، من پیشنهاد میکنم یه دونه چیز بگیرید، یه دونه آقای دوست عزیزمون استاد بی‌نظیر ما آقای عمر خیام و کوپلر و بزرگمردانی مثل گلیله، کوپلر و عرضم حضور شما کوپرنیک با چیزهای خیلی اولیه منظومه شمسی رو تشخیص دادن. گالیله فکر میکنم نه تنها ماه رو شناخت بلکه 4 تا ماه مشتری رو هم شناخت. بسیار عالی. نه بعد دوستان منبع الان لطفاً برید یه دونه تلسکوپ بخرید و یه روز پر از ستاره یه نگاهی به این ماه ما بکنید. این ماه ما که اینقدر خوشگلم هست و ماه هم هست و اینا، یه نگاهی بهش بکنید، بالاخره معلومه که یه جوری گرده دیگه، اون بالا اصلا معلومه گرده، اصلا اون بالا هست. و من اصلا نمیتونم بفهمم که. بسیار عالی. جناب آریان عرضم مسئله تو ماه فقط یک طرف می‌بینیم یا طرف خاموش داره یا حالتی به صورت مصنوعی یا طبیعیه؟ دوستان گرامی، ما در واقع در یه دوره‌ای از کره زمین جدا شده و اتفاقاً اصل عمومی سرعت جدا شدن و ایجاد گرانش همینجا رو ماه رو نگه داشته و سیستم گرانش و سرعت اولیه همه منظومه شمسی رو نگه داشته. هم زمان ثابت، هم زمان نداره، هم زمان داره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من اگه بخوام
برم داخل بحث‌های نجومی، خیلی حرف دارم براتون بزنم. بسیار عالی، مرسی، ممنون. ما می‌خوایم بریم بحثمون نجوم نیست، ما بحثمون الان فعلا تاریخ ادیان به نجوم هم تاریخ میرسیم. بعد یه ادیان. دفعه عذر میخوام، شرمنده گفتم، عذر میخوام. من یاد اون زمانی میافتم که جاهایی میرفتم و اتفاقاتی میافتاد و دوستان بودن چون می‌دونن من اونجا هستم، فکر می‌کردم خب از این فرصت استفاده کنم هر سوالی رو به ذهنمون میرسه بپرسید. من چه خوشم فکر می‌کردم نمیدونم من حتما همه اینا رو میتونم جواب بدم، نمیدونم جایی فکر می‌کردم، ولی خب من تلاش مذبوحانه‌ای می‌کردم که بتونم اینا رو تا حدودی بتونم. جناب آریان، بله وقتی که از تاریخ ادیان شروع بکنیم بریم جلو، بعد میرسیم به پیروانی که حالا خیلی از نه تنها پیروان زمین تختگرا، خیلی پیروان، خیلی اشخاصی بودن، مثلا میگم آقا موش پرست بودن، قورباغه پرست بودن، یه مثلا در فلان کوهی در پرو مردم قورباغه میپرستیدن. خب به اینها هم خواهیم رسید. حالا یه عده‌ام میگن زمین تخته، چه اشکالی داره؟ پرستش حیوانات یکی از اولین ادیان اولیه ماست، پرستش حیوانات. یعنی توتم و تابر ما با خرس پرستی داریم، نه تنها اجداد پرستی داریم بلکه نیاکان پرستی داریم، بلکه حیوان پرستی داریم. و این تابوها و این توتم ها که بعداً اومدن دوره پولیتیسی رو تشکیل دادن که حتما براتون دونه بدون اینا رو باز میکنم. ما قدم به قدم میریم. من فقط بخاطر که بحث دایورس بشه و شیرین بشه و یه سری بزنیم، این اینداکشن دیگه. این جلسه امروز جلسه معرفی قضیه است که ما داریم به طور کلی نگاه میکنیم چجوری دنیا، چجوری اوضاعش، انسان چه ربطی داره نسبت به این یونیورس، چه ربطی داره به اصطلاح موجودات دیگه، چه ربطی داره به هستی. و هیچ کدوم از هم که جدا نیستن که، یعنی ما تصور داریم که مثلا اتفاقا همون عقاید عارفای اولیه سالکان عهد کهن که پیش خودشون فکر میکردن که واقعا سنگ و همه موجودات جان دارن، امروز برای ما خیلی مشخصه که با کشف اتم و کوانتوم و اینها هیچ چیزی بیجان که نیست. همین وسایلی که الان شما جلوتون هست ما حرف میزنید، قربونشون همین تکنولوژی هم که الان ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم نشون دهنده جاندار بودن همه چیزه. همه چیز، هیچ هر چی که هست جانه. حتی خود کربن که مرگ جهان ما کربنیه و اساسا خیلی جالب، دل مرگ هستی و دل هستی مرگ به وجود میاد و مرگ خودش اینو زندگیه، اینو تغییره، اینو تبدیله. و ما اگر یه مقدار با اینا کنار بیایم و اینها رو بیاموزیم، باور کنید خیلی آسوده میشه، خیلی خیلی آسوده میشه. و من اتفاقا دوست دارم همه شما این آسودگی رو پیدا کنید، چون برای که ما هیچ وقت اینا رو نمیپردازیم بهش، به این کلیت ها نمیپردازیم. همیشه مجهولاتی هست که ما ازش فرار کردیم یا انقدر گیج کننده بوده و راهنمایی نبوده و اساسا باید در دل هزار یک نوشته و کتاب اینا رو درک میکنم. خب خیلی هم خوبه، عالیه، منم همیشه این کارو کردم. ولی خب الان اینجا من اومدم کنار شما دارم این مجموعه اطلاعات مختلف رو به هم دیگه به حلقه‌های زنجیر هم ربط دارن، حتی علوم هم به حلقه‌های زنجیر به هم ربط دارن و برای چیز خارجی از ما که نیستن، که اینا فانکشنایی هستن که ما فونکسیون‌هایی هستن که ما فرمولیت کردیم و با این قول آقای کافم لیوز گفت با این فرمولاسیون در واقع اومدیم تعریف دادیم، دفینیشن دادیم و تعریف دادیم به همه چی. مثلا همین امروزی که من دارم تعریف میدم به آنچه که ما دورورمون هست و از کجا آمده ایم و چگونه شکل گرفتیم. این تعاریف میخوام بفهمید این تعاریف هستش که برای ما ایجاد روشنی میکنه کم کم و درست مثل چراغ قوه‌ای میمونه که ما هرچه این رو دست میگیریم این دایره شعاع، چون همینجوری که تو این راه میریم این چراغ قوه راه رو برای ما روشن میکنه و همین هم در مورد خود ما هم حاکم. یعنی که اگه ما راهنمای درونمون رو به کار بندازیم، چون من از این بهانه ها میخوام به اون خط راهی که خودم، اون راه طریقتی که خودم پیشه کردم هم استفاده کنم، به شما اون رو هم بگم، چه بسا دوست داشتید اون رو هم دنبال بکنید. و
اون در واقع میشه گفتش که سیکل مثبتی است که ما رو میتونه بیفته توش. میدونید حتی مثبت و منفی هم بار غلطیه. ما بزنیم مثلا اتفاقا من یادم این دکتر نوروزی داشته صحبت میکرد یا دکتر نوروزی نه فکر کنم یکی آقای اسمش یادم رفت، یکی دکتر نیری داشت تو جای توضیح میداد که ما اینقدر مثبت و منفی هم نکنیم، اصلا بار منفی و دارک پاورز یا بهش گفت نجیسیا، این بخش خود همین گرانش چه قدرت بی‌نظیری داره. حالا ما این منفیش میکنیم مثبتش میکنیم، بهش خاصیت اخلاقی ارزشی میدیم. یعنی حالا دیگه چه میگن برامون ضرب چه میگن یه نوعی اصطلاحه، منظور ما این نوع اصطلاحه. به هر روی خواستم این رو به شما بگویم که ما جزئی از این یونیورس هست. هوشمندی در ذات تمام تک به تک سلول‌های ما هست. خب چرا؟ چگونه؟ یه مثال براتون بزنم. چرا؟ برای که بحث هوشمندی ما بود که کم کم مذاهب رو به وجود آورد. این مذهب اولین دستاورد بشر بدون اینکه فضیلت داشته باشه. برای همین من براش احترام قائلم. خب وقتی که میاد قرن 21 مورد مصرف واقع میشه خنده داره. انسان اولیه مثلا یه دیدگاهی داشته ما به نظر انسان اولیه یا دوره تحجر میخوایم امروز در قرن 21 زندگی کنیم. خیلی خیلی مضحکه دیگه، خیلی خیلی دردناکه دیگه. از این نظر بگم ما که من خودم که به شخصه اصلا آدم دین ستیزی نیستم، یعنی این جوانی خیلی این حالت رو پیدا کردم، یعنی از این دوره گذشتم، از این دوره کوشش کردم بگذرم، یه جورایی به تاریخ به صورت مسابقه فوتبال به تاریخ تحولات تکامل تاریخ تحولات تاریخی و اجتماعی و کانشسنس بشر به صورت مسابقه فوتبال نگاه نکنم. نمیدونم تیم من، تیم عربا، تیم نمیدونم این گروه اون گروه، این تیم بازی ها رو کنار گذاشتن. ببخشید من میتونم یه سوال بپرسم؟ من خب وسط حرف زدنم، من نمیدونم برای فرصت دارن نه اصلا سوال در میکنن مورد موضوع نیست، در مورد خب وقتی که موقع سوال شد بپرسیم، پرسش شد بپرسیم. اینجوری که همه یه مقدار کوشش بکنید، صبری بکنید، من وگرنه کلامم منعقد نمیشه، همینجور فاصله میفته و من از ذهنم رشته کلام خارج میشه. هر وقت که زمان پرسش شد خودمون آقا من اون سوالو نمیخوام، من فقط میبینم این کلاس ساعت چند اوکی. ایشون میخواد بگه این کلاس ساعت چند برگزار میشه. فعلا آقای ساموئل این کلاس رو از ساعت 18 وقت لندن، 19 به وقت اروپا و نمیدونم به ساعت ایران که آغاز شده و تا مدتی هم ما ادامهش میدیم، شاید یکی 2 ساعتی. الان نمیدونم چقدر گذشته. 11:30 به وقت اروپایی، به وقت ایران 2 ساعت هم هست برنامه‌مون. کلاس هم نیست، یک مقدمه‌ای هست که داریم شناخت تاریخ ادیان از آغاز تا کنون هست که مقدمش امروز هست و هر سه‌شنبه با همکاری جناب آقای فرشید آریان استاد ما برگزار خواهد شد. ببخشید آقای فرشید خان، من اومدم وسط حرفت. این جلسه اول و سریعتر این یکی‌ها رو تموم کنم، بچه‌ها پرسششون رو بکنن. خود منم این کاری دارم، من حتما جای دیگه برم و حتما عزیزی. آره بله. و حالا دوستانی هم که دست بلند کردم آقای جوادم بیارین بالای موقع بهشون بر نخوره و خانم آنیتا، خانم آقای جواد، دوستانی که دست بلند کردن خب بیارید بالا پرسشی بکنن. ببخشید من قصد جسارت نداشتم، فقط می‌خواستم ببینم این چجوریه، چه روزایی در هفته است و شکل این برنامه چجوریه. همین. بله من به هر روی فعلا ما رو روزهای هفته یه بار در سه‌شنبه ها گذاشتیم تا یار کرا خواهد. چند ساعت؟ 2 ساعت. 2 ساعت. فقط یک نفر صحبت میکنه، یعنی استاد عزیز صحبت میکنه، دقیق گوش میکنه، به این شکله؟ تا یک حدی استاد آریان صحبت میکنه و اگر کسی پرسشی داشت و اگر کسی نظری هم داشت، نظر و پرسششون رو میدن.
به اون صورت رفت و برگشتی نیست. یک نفر صحبت میکنه دیگران گوش میدن به این شکل. به اونجاهاش هم میرسیم، صبور باشید. نه عجول نه بس دوست دارم اتاقی که اونجوری رفت و برگشت باشه، سریع باشه، اونجوری رفت و اینجوری برگشتیش هم میشه، صبور باشید. ما بس بفرمایید ممنون. جناب آریا. آغاز کنیم تاریخ ادیان رو از یه جایی شروع کنیم، تعریف کنیم. ما شما دیر آمدی و داشتیم توضیح میدادیم که اصلا کلا در مورد تکامل کره زمین صحبت کردیم، در رابطه با تکامل بشر صحبت کردیم. این بخشی از این تکامل مغزش بود یا شعورش بود یا خردش بود که نهایتاً اولین دستاوردش رو که همانا مذهب بود رو ایجاد کرد. نمیدونم چون رفتش. بله رفتن. شما صحبت بفرمایید، اگر کسی خواهان باشه گوش میکنه. برام خیلی جالبه. بعد واقعا نمیدونم واقعا چی بگم، کاملا رشته کلام من دست در رفت واقعا. بله، در مورد حالا بعد رشد من مغز. خواستم نهایتاً بگم که این تکامل شعوری انسان ما رو تا به اینجا کشونده و در واقع مسبب و یا در علت ایجاد مذاهب هم شده. از جمله اولین دستاورد بشر میشه به جهان بینی، یکی از اولین دستاوردهای شعوری انسان ورای کارهای مثل خوردن و خوابیدن و اینجور چیزا. یعنی این اولین دستاورد بشره مذهب، و یعنی یک چیزی ورای زندگی کلونیش، مناسبات و قانونمندی‌های ضروری برای چرخوندن حیات و ماشین بیولوژیکی بدنش. توجه کرد و هر روی ما رو تا اینجا کشوند. من آقای من فکر کنم الان یک ساعتی هست ما داریم صحبت الان 1 ساعت و ربع صحبت کردیم. میخوایم حالا این پرسش ها رو ما در مورد این اینداکشن دادیم. بچه‌ها اگه بخوان صحبت بکنن، سوالی بکنن، گپی بزنن. باشه. من امروز هم بعد برم حتما یه جا دیگه چون مطلب مهمی هست برم اونجا سر بزنم. بله میدونم در جریان هستم. گفتیم. خب دوستان عزیزانی که پرسشی دارن مایک بزنن. بنی جان میشنویم تو رو. درود فرشید جان، درود سموئل. بنی جان خیلی خوش آمدی آقای مهربان و خوشتیپ. خواهش می‌کنم. فرشید جان، سوال من در مورد آیین مهر بود. عرض شود که ما منابعی که داریم، حالا یه دونه خانم مری بویسه که خیلی هم کامل نیست، در کتابشون اشاره نشده. بیشتر منابع هم از میترائیسم دوره امپراتوری روم داریم و اون کالت میترا. من مشخصا دوست دارم در مورد خود آیین کهن مهر، یعنی قبل از دوره مادها به قبل، بدانم و اینکه چه شد و اینکه آیا واقعا زرتشت توسط یک سرباز مهر کشته شد چون که مقام مهر را تنزل داده بود به امچاسپند. در مورد آیین مهر میخوام بدونم فرشید جان اگر امکان. فرشید جان هستین؟ من داشتم حرف میزدم، گفتم یوم مثل ما بریم تصمیم بگیم جلسه 5 یا جلسه 6 مورد بررسی قرار بدیم. حتما من یه دوره‌ای رو در رابطه با مهر بررسی خواهم گذاشت. اتفاقا اشاراتی هم که کردید در رابطه با میترائیسم که در اروپا مرسوم شد خیلی پر اهمیتیه، چون اساسا خیلی هم خوب بهش گفتی کالت دقیقاً و ساختار میترائیسم که بعداً کلیساها بر روی هم معابد میترایی به اصطلاح بنا شدن خیلی پر اهمیت دانستنش، به ویژه برای ما ایرانی‌ها. بله سویدمان زرتشتره در واقع کوشش کرد که همه اینها، یعنی هم به اختصار فقط برای بنیجا بگم که دین مزدایی یه آمیزه‌ای از دین زروانی، مهری و میترایی بود و حتی عقاید ودایی. این اولین التقاط بود، یعنی اولین بهتره بگیم بهدینی بود، اسمش بزنیم بهدینی بود
و بعدش هم بخش دوم قضیه میشه گفت مانی دوباره این کارو کرد، خود عیسی دوباره این کارو کرد، بعد مانی دوباره این کارو کرد. همینجور ما در واقع دوره‌های مختلف داشتیم که این مهریگری ما دوباره زنده شد. یه دین مخفی اینجا داریم که دین سیمرغیه که کسی ازش نمیدونه. نازنین، استاد نازنین من که عاشقانه دوست دارم، منوچهر جمالی، فیلسوف و فیزیکدان ایرانی، روی آثارش رو دانلود کنید. منوچهر جمالی رو خواهشاً اونایی که علاقه‌مند به فرزانش ایرانی و به اصطلاح میشه گفت خردورزی ایرانی، فرزانش ایرانی، دین سیمرغی، دین مهری آگاهی گرفتن در این مورد هستن، آثار آقای منوچهر جمالی فیلسوف و فیزیکدان برجسته ایرانی رو میتونن دانلود کنن. و من خودم وامدار آقای جمالی هستم، میتونم بگم که خیلی آموزه های زیادی از آقای جمالی آموختم، از اون همه مکاشفه هایی که آقای جمالی انجام داده برای همه ماها در آیندگان ایرانیان رو به لحاظ فکری تغییر خواهد داد. برای همین شما خواهشاً باشید آقای بنی با ما تو این بحث تاریخ ادیان، چون بخش اینترست خود شما هم هست، حیفه که نباشید تو این جلسات مختلف باشید و کم کم ما به اینا میرسیم، دونه اینا رو باز میکنیم، یک بار برای همیشه اصل اینا رو باز میکنیم. سپاس فرشید جان. ببینیم که خب دوستان دیگه چه میگوین. عزیز دیگری پرسشی ندارد دوستان؟ و اگر صحبتی دارن، سخنی دارن، بگن ما میشنویم. همه در سکوت به سر میبرند. خب یعنی واقعا هیچ کس پرسشی نداره؟ اصلا صدای من هست؟ بله صدای شما هست. بله صدای شما. خب حالا جناب آریان، پرسش شاید حرفی دارن، حالا شاید پرسش خب نباشه. حرفی، من که گفتم حرفی، سخنی، چیزی داشته باشن ما میشنویم صحبت هاشونو. بله. خب شاید آنچنان واضح گفتین که همه فهمیدن دیگه. نمیدونم خودم به ترتیب از اصلا آقای رابین بپرسید خب نکته آقای رابین، جانم شما چیزی پرسشی و سخنی ندارین در این مورد؟ عرض محضرتون که خب تاریخ ادیان خیلی چیزه، من زیاد اطلاعات خاصی ندارم. اینکه اولین تاریخ دین حالا کلا چی بوده، کلا اولین دینی که بوده، دین و آیین چه فرقی با هم داره. عرضم محضرتون که راجب مانویت میخواستم بپرسم و میترائیسم و کل مجموعین. بله حالا گوشم دیگه کلا در اصل در خدمتم. مرسی، سپاس. آقای علیرضا طهماسبی هم خیلی خوش اومدید. همیشه چهره خوب شما، چهره بچه‌ها همه که بی‌نظیره، و شما آقای حمید وقتی میان، خانم نوشین خیلی خوش اومدید. من فرصت داشتم با شما حال احوال بکنم. هم خانم اسی و بنی هم چقدر خوشحال شدن. بنی هر دفعه میبینمت خوشحال، واقعا خوشحال. خب فرشید جان، آقای روبین در مورد دین مانویت و دین مهری پرسیدن. ما در مورد مانویت بعد الان من تو همین جلسه اول همین رو توضیح بدم. نه صبر که به آخرش برسن. میگن فرق دین با آیین چیه؟ فرق دین با آیین چیه و اولین دین یا آیینی که بوده به چه صورت؟ ببینید دین که واژه باستانی ایرانیه، از دیانه میاد و دین بعضیا خود کلمه دیو و دیواین و دین راه نو و اساسا من ترجیح میدم کلمه دین استفاده نکنم در مورد بعضی از این مذاهب. اینا یه سری مذهبن و الزاما دین نیستن. و خب آیین هم وقتی ما شکل تو کلمه از کلمه دین یا عدن نمیاد، همون سرزمین حال عدن؟ نه، دین از داینا یا دیوا اینا میاد که به معنی روش و وجدان و خرد هست. آره، و راه در واقع میشه گفت یا خرد کارمند. ایرانی ها در واقع اینو داشتن. ایرانی ها این واژه ایرانیه دیگه، واژه ایرانیه. خیلی واژه مثبت و قشنگیه، ولی خب به مرور رفته به دلیل این ادیان سمتیک چیز شده دیگه. این زبان فارسی زبان نوشناله و میشه گفتش که به مرور معانی درش تغییر میکنه و این خب حیفه دیگه. حیف که یه سری چیزا ماهیت خودش رو از دست میده. اصلا زبان ما خیلی شلخته شده
عربی به تنهایی خب خیلی زبان خوبیه، من خودم خیلی دوست دارم یاد بگیرم، خیلی هم یاد گرفتم، ولی وقتی ما فارسی عربی حرف میزنیم مثلا به جای سعی میتونیم بگیم کوشش، تلاش. من تلاش کردم، من کوشش کردم، چون من سعی کردم. خب یعنی میخوام بگم ما براش واژگان داریم، متأ شلخته زبان رو به کار میبریم و خب این واژگان ما فر خیلی جالبی داشتن و این فرها اگه دوباره زنده بشه کلی ماهیت فرهنگی مردم ما تغییر میکنه. زبان در بحث لینگویستیک یا بحثایی که چامسکی، ادوارد سعید، خیلی از لینگویستای دنیا داشتن حتی در رابطه با کانشسنس، من حتما سر فرصت دیگه به این جهان میپرزم. خیلی دوست دارم با شما مفصل در مورد خیلی حرف بزنم، خیلی از موارد صحبت کنم که شاید بر صورت مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، شما رو به سر ذوق آورد. خیلی دوست دارم در رابطه با همینا. بله دیگه ادامه خواهد داشت تا که این بحث برسه به عصر حاضر. بله من این اینداکشنی که دادم بر صورت نمیدونم روشن بود، این معرفی، این باز کردن من تونست کمک بکنه. بله من که خیلی اصلا نفهمیدم چطور یک ساعت گذشت. علیرضا جان میگه که مایک میزنی، من میشنوم صحبت‌های جناب فرشیداری، میشنوم. بله منم سلام عرض میکنم، خیلی مختصرم به ساموئل جان، فرشید جان، نوشین جان عزیز و تک تک دوستان عزیز دلی. فرشید جان خیلی لطف داری همیشه به من، خیلی ممنونم. فقط خواستم یه اشاره کوچیک کنم که در مبحث اون عرفانی که شما گفتین و این برداشتی که داره چیز میشه، عرفان رو به ریشش که عرفه است اگر نگاه کنیم از شناخت میاد و بیشتر بحث کشفی و شهودی مطرحه توش. به خاطر همین حالا شاید اون ناخودآگاهی که سالها با این ادیان نمیدونم اخت شدن یا حتی میشه گفت مسموم شدن، یا حتی برای اینکه مثلا بعضی از این آگاهی ها رو یا این شناخت رو بخوان بدن که نمونه هایی رو از مثلا ادیان میارن که بخوان مثلا دلیلی یا مثلا اون برهان ها رو یه مقدار به مکاشفه بکشن، شاید این یه مقدار باعث شده که بعضی ها فکر کنن که مثلا عرفان قرابتی با دین داره، اما نه، راه مسیر خودش رو داره. بعضی جا خیلی هم همدیگه رو رد میکنه، شاید تناقض های در همدیگه باشه. مرسی فرشید جان، من ممنونم از این وقت و انرژی. من وقتی شما رو، بنی رو، شما رو، رابین، همه شما یه سری روشن ضمیری در شما من میبینم. حمید جان اصلا خیلی برام جالبه، خیلی روشن ضمیری شما برای من جالبه. یعنی ببین اصلا ماجرا رو گرفتید. یعنی وقتی در مورد ساب کانشس حرف میزنید، در ناخودآگاه حرف میزنید، اینها وقتی که من انقدر خوشحال میشم شماها تو این وادی هستید شماها، برای که میدونید من پیش خودم فکر میکنم که دارم با یه سری افرادی حرف میزنم که از جنس و تفکر خودمن. میدونی چی میگم؟ انگار رفیق این راه خودمن. خیلی برام جالبه. اصلا علت علاقه من به شما هم بیشتر از همه به خاطر همینه، به خاطر این حالت فکریتونه. خیلی برای من خوشاینده و تبریک میگم بهتون که به هر صورت اینا رو تونستین درک بکنید. آفرین به شما، آفرین. واقعا برای من که ایجاد ذوق میکنه و شوق میکنه. ناخودآگاه ممنونم. خب علی جان میشنویم، سوالی، پرسشی، سخنی داری یا خیر؟ علی جان بعد از اون رضا رو میشنویم. خانم اسی رو نپرسیدید ازشون؟ آها اسی جان ببخشید من شما رو میس کردم، توی ترتیب من تغییر کرده بود. سوالی، پرسشی نداری؟ نمیخوای صحبتی کنی؟ ممنون، متشکرم از شما، گوش میدم. سپاسگزارم. علی جان تو چی؟ سلام، مخلصم. ساموئل جان ببخشید جناب فرشید، سلام، مخلصم. من گوشی زنگ خورد این 10 دقیقه اخیر رو متاسفانه نبودم. منتهاش در مورد بخش زمین شناسی که جناب فرشید صحبت میکرد
خیلی خوب و دقیق همه رو گفت دیگه، دوره‌های زمین شناسی و اینا. این فقط یه چیزی هست، یعنی 2 نظریه هست پیرامون تشکیل حیات روی کره زمین. یکی همین افتادن RNA توی، ببینید کل عمر کره زمین، منظومه شمسی که کل عمر کره زمین ما 5 میلیارد ساله و اولین تک سلولی هایی که پیدا شدن توش 500 میلیون سال پیش بوده، یعنی 4.5 میلیارد سال طول میکشه، 4.5 میلیارد سال طول میکشه تا اولین تک سلولی ها به وجود میاد. حالا این 2 نظریه هست که یکیشو جناب فرشید گفتن که حالا سقوط RNA از فضا توی آبهای زمین، چون همش هم آب بوده، سطح اولیه آب بوده، ما اصلا خشکی نداشتیم تا 4 میلیارد سال پیش، ما خشکی نداشتیم، بعد 1 میلیارد قبل شروع میکنن خشکیامون بیرون اومدن. حالا دلیل هم داره. یکی این فرضیه است که جناب فرشید گفتم، ببخشید من بچه‌ها خیلی شیطونی میکنم. یکی هم این که این حبابای آتش فشانی که حاوی مواد گوگرد و نمیدونم مواد غنی دیگه ای بودن، زیر آب بودن و اینا اولین پروتئین ها و RNA ها و DNA ها رو تشکیل دادن که واقعا هم دقیق حالا نمیشه اثبات کرد که بالاخره این RNA از بالا افتاده روی زمین یا توی این حباب های آتش فشانی چیز شده. ولی خب اصل اینه که فرضیه تکامل کاملا درسته. یه چیزی که من اضافه کنم زیاده گویی نکنم، قاره آفریقاست. خیلی عجیبه، اولین سپر قاره ای رو ما توی آفریقا شکل میگیره. 3.7 میلیارد سال سنجش کردن، هنوز زیر آب بوده ولی خب سپر قاره ای شکل میگیره، آماده میشه برای بیرون آمدن. انسان‌های هوشمند از اونجا میان بیرون. بعد کنار اون رود نیل ما تمدن مصر رو داریم، اهرام ثلاثه رو داریم. خیلی عجیبه که همه چیز از آفریقا شروع میشه و این خیلی جای فکر و بحث داره. مرسی، من یاد میگیرم. بعد حالا در مورد مذهبم که خب خیلی مطالعه کردم، هر چیزی که خودم بفهمم رو وقت بشه این جلسات آتی حتما میگم و میپرسم و بیشتر یاد میگیرم ازت. آقای قائدی که میدونید دوستان کاندیدای دکترای زمین شناسی، رشته تحصیلی زمین شناسیه و چقدرم خوشحالم که آقای قائدی اینجا هستن و یه جورایی من جلوی آقای قائدی نمره گرفتم، حداقل 17-18 گرفتم تو امتحان. یعنی شما 20 گرفتید، ما شاگرد شما اینجا نفرشید. ماشاءالله به این همه اطلاعات و دانایی، ماشاءالله واقعا. مرسی. چه نمیدونم بالا دیگه، یه بخشش اشراقه، باور کن مال من نیست، مال یونیورسه. سپاسگزارم فرشید جان، یعنی واقعا من افتخار میکنم به دوستی با شما و دوستی با تمام کسانی که اینجا هستن. گلترین بچه‌هایی هستن که من دارم میبینم، کیف میکنم از حضورشون. بله. بعد این جو اتاقایی که ما داریم هم در دنیای صوفی و هم اینجا فوق العاده هست. اصلا من هر زمانی که دیگه از کلاب هاست بیزار میشم به امید این اتاقایی که خودمون داریم مثلا دلم میخواد بمونم و اون جاها که میرم وای چه حجم سیاهی همه جا هست، پر از سیاهی. علیرضا جان پر از سیاهی. سپاسگزارم. رضا جان ساکتی با اون عکس ساکتت، تو چیزی نداری؟ صحبتی، سوالی، پرسشی؟ بگو عزیزاده. درود بر دوستان گرامی، عرض تشکر و سپاس دارم از این روم پر از معرفتی که قرار دادید و برنامه ریزی کردید. خب منم میام برای شنیدن و استفاده کردن. آگاهی های زیادی میشه کسب کرد از این صحبت ها، ولی کن خب دامنش وسیع هست و زیاد هست و
بعضی وقتا دیگه آدم واقعا گیج میشه، این مغز انسان کانفیوز میکنه که داره به چه جهتی میره و هرچی زیادتر میشه آدم چقدر به ندونسته های خودش پی میبره که چه چیزهایی رو ما بلد نیستیم و نمیدانیم. شما تصور بفرمایید که علی سینا وقتی که میگه دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، و در دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. خب بالاخره ما همین که اینا رو میشنویم، اینا رو متوجه میشیم، حالا تو اون اندکی که مغزمون جا داره و متوجه میشیم، خوبه که خودمون به نواقص خودمون پی میبریم و آدم هرچی بیشتر جلو میره خب تشنه تر میشه و طالب تر میشه این چیزها رو بدونه. و چقدر بد هستن اون افرادی که میان پرده میکشن روی دایره دانستن و محدود میکنن این وسعت شناسایی انسان ها از جهان پیرامون و جهان هستی، تاریخ، همه چی، که یه چارچوب هایی میان تو ذهن ما و ذهن مردم میسازن که تو این زمینه نرو فکر کن، تو اون زمینه برو فکر کن، اینجا مسدود مثلا تابلو ورود ممنوع داره، حق نداری بری اینور، برو چرا این که من بهت میگم فکر کن. این اتوریته‌ای که ایجاد میکنن و سعی میکنن حیطه حکومت ها رو در اذهان ببرن، حالا یه حکومت فیزیکی که دارن بماند، سعی میکنن این محدودیت ها رو در اذهان ایجاد کنن. چقدر این انسان های پستی هستن که این کارها رو میکنن. به هر حال من هم استفاده کردم، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که این آگاهی هایی که شما ها میدید مقدمه دانایی بشه، چون من یه بار دیگه هم خدمت آقا ساموئل عرض کردم اینا همه آگاهیه که شما میدید، با دانایی فرق میکنه. دانایی فرایندیه که تو وجود انسان ها بر اثر آگاهی اتفاق میفته. چه بسا انسان های آگاهی باشن که دانا نباشن. دانا کسی است که بتونه از اون آگاهی در موقعیت استفاده بکنه و تصمیم درست بگیره. من چیزی ندارم بگم جز سپاس و تشکر. من متشکرم. سپاسگزارم رضا جان. البته من به خوبی بانوی زیبای خودم صبا نمیتونم رومو مدیریت کنم، اونم چون دندونش کمی جراحی کرده بود و مشکل داشته، حرف نمیتونست بزنه. من این وظیفه خطیر رو به عهده گرفتم و نمیتونم، یعنی من در مقابل ایشون هیچ نیستم. خب نوشین جان، امیر خان خیلی خوش آمدی که اومدی بالا، دوست داشتم تو رو هم بشنوم. نوشین جان اگر صحبتی یا پرسشی داری من میشنوم صحبت تو. نوشین جان، خب نوشین خانم نیستنشون. جواد جان حالا هر پرسشی داری بگو. من پرسش خاصی ندارم چون هنوز یه صحبتی نشده بود که من پرسشی بکنم. انشالله صحبت بشه ولی کوتاه بتونیم ما استفاده بکنیم. همین، ممنون، متشکرم. سپاسگزارم. امیر خان اگر که پرسشی یا گفتگویی داری، گفته شنودی هست بگو، ما میشنویم. درود بر شما. ممنونم از ساموئل عزیز. جناب آریان عرض ادب و احترام، سلام دارم خدمتتون. ممنونم. ما اینجا جزوه ها رو فقط پر میکنیم دیگه. چشم. سپاسگزارم. پس خب این جلسه به حدی خوب بود که من اصلا نفهمیدم چطوری جناب آریان 1 ساعت صحبت کردن. علی رضا جان میخوای صحبتی کنی؟ من میکروفون زدی. اگر فرصت هست ساموئل جان، اگر فرصت بگو هست. عزیزم، تو همیشه فرصت داری، تو همیشه عزیز دل خواهش منی. میکنم. نه خواهش میکنم، میگم مزاحم وقت نشم. فرشید جان نمیدونم، حالا من یه مقدار ابتداش رو دیر رسیدم، آیا به خواستگاه این که حتی مثلا چگونه شد که خدایان به وجود اومدن، خدایان یونانی و خواستگاه نیاز اساطیر، به اینها هم اشاره شد یا نه؟ اینا حالا نمیدونم شما چجوری نگاه کردین، چون خود من به فکر میکنم اگر به اون فضا و خواستگاهی که باعث شد اینا هم یعنی اینا هم رشد کنن و به وجود بیان و اینا
یا مثلا حتی اگر ما به حالا چون من رشتم تئاتر ایناست، میدونم که خودتونم اشراف دارین، ما قبل از استیلای روم اگر به تاریخ تئاتر یا مثلا همون ادیان رو بخوایم، چون حالا خودت بهتر میدونی، دوستان بهتر میدونن که نمایش ابتدا اجرای ادیان بود، یعنی چیزی مناسبات و جشنهای دینی بودش که از اونجا شروع شد و حالا بعد مثلا تسبیس اومدش که با دیالوگی که با بین همسرایان ایجاد کرد شروع کرد، یعنی اولین بازیگر شد و حالا اون دیتیرامپ ها شروع به سمت دیالوگی رفتن. حالا من میخوام بگم اگر هم سوالمه هم خواستم ببینم نظر خودت چیه که آیا چیزی توی اونجا هم آیا میشه گشتی زد و نگاهی داشت که ببینیم چه دستگیرمون میشه. من این جلسه اینداکشن بود. من صرفا به تاریخ طبیعی پرداختم و شکل‌گیری پرسلولیا، گیاهان، اصلا خود کره زمین، دوره‌ها و دوران‌های مختلف زمین شناسی که در هر دوره هست، اینا سرسری بهشون نگاه کردم. مثلا من به دوران سوم زمین شناسی که در عصر دایناسورهای موجودات عظیم الجثه هست، میتونستم به ترتیب دوره‌هاش رو تعریف بکنم، ولی حدوداً ازش گذشتم خیلی سریع، برای اینکه شکلی رو از آغاز بدم، از آغاز بیگ بنگ یا ایجاد منظومه شمسی دادم و کلا در مورد هوشمندی طبیعت و خود در واقع اولین تکامل، همانا تکامل شیمیایی به تکامل بیوشیمی پرداختم. یعنی اولین تکامل و همون مایه بنیادی که ما رو شکل داده، به همون سیستم عصبی 4 میلیارد سالمون پرداختم و اینکه چگونه این کانشسنس شکل گرفته که حالا در دلش بعداً بیایم ما میرسیم به انسان‌های مختلف و هومو ارکتوس که چگونه حالا زندگی غارنشینی رو آغاز کرده و بعد چجوری هومو ارکتوس، هومو هابیلس، دنیسین، خیلی زیادن، تعدادشون زیادن، عدهشون همشون از بین رفتن، هومو نیاندرتال و هومو ساپینس که امروز هست، هومو ساپینس کرومانیوم یا هومو ساپینس امروزه، اینها به مذاهب به اصطلاح نیاز پیدا کردن از کانشسنس و یه تعریف کوتاهی دادن در رابطه با اینکه بشر وقتی چطور رابطه اومده جامبینی ساخته که بر تخیل میزد، از راه تخیل میخواست بزرگترین پرسش‌های خودش و ترس‌های خودش رو جواب بده و بیهودگی خودش رو در این جهان هستی که همین الان هم ازش نگرانه در واقع به نوعی توضیح بده. و من حتما به ادیان اولیه توتم و توبا میرسم و بعد به پولوتئیسم یا چند خدایی، به ادیان طبیعی خواهم رسید و از اون به پولوتئیسم میرسم که باز مجموعی از توتم و تابا و ادیان طبیعی و اسطوره ها شد، دوره اسطوره‌ای بشر، فراز فلسفی بشر، اجباری که اینها ایجاد کرد که پولوتئیسم رو تبدیل به مونوتئیسم یا تک خدایی بکنه. همه این ضرورت‌ها رو مورد بررسی قرار خواهند داشت. چندین جلسه ما برنامه خواهیم داشت و من اینا رو دونه بدونه باز خواهم کرد، برای اینکه می‌خوام یک بار برای همیشه این درساتون ضبط میشه، دوستان و آیندگان بشنون، به ویژه ایرانیان که در حال یک تحولات فکری و اکسلرانسانس فکری هستن، الان نیازمند شنیدن اینها هستن. یه زمانی بود که کارل مارکس میگفت، مثلا به عنوان مثال در مورد مذهب من دیگه حرفی ندارم بزنم، هرچه من می‌خواستم بگم از اسپینوزا و تا فویرباخ گفت. میدونی چی میگم؟ ما حتما به اینا میپردازیم، به اساساً به آغاز دوره فلسفی خواهیم پرداخت، به اسطوره خواهیم پرداخت. من خودم انقدر به اسطوره علاقه‌مندم و خودتونم میدونید، همونطور که گفتید من از کودکی بازیگر تئاتر بودم و تمام عمرم رو تو تئاتر گذروندم و بیشک اساساً در مورد لینگویستیک صحبت خواهم کرد که بخش ربط داره به مذهب، فهم بشر، تکلم بشر، شعور بشر، خرد بشر. و خب این اولین تکلم، اولیش شعر و تئاتر دیگه. این دو تا فرزندای هم، یا میشه گفت اول شعر، ما هر صفه و اینا رو داریم و بعد دلش هم تئاتر بیرون زد. بله میگه که مثل شما چقدر عشق دارم به تئاتر، من همین الانش هم
همین چند ماه اخیر تا حالا فقط 3-4-5 تا تئاتر بازی کردم. اتفاقا من چند ماه پیش زنان ترور اثر ژان پل سارتر رو با سوسن فرخی تیم خیلی بزرگی اجرا کردم که من ملانس پادشاه ملانس رو بازی کردم، شوهر هلن، و تمام داستان تروها و جنگ تروها و یونان و اینها درش بود. فکر کنم اگه تو یوتیوب بزنید میتونین زنان تروها رو پیدا بکنید که من در اونجا نقش ملانس رو بازی کردم. ولی بله خیلی هم شدیداً علاقمند بودم به اصطلاح ایلیاد، اودیسه، گزنفرون، به تمام ادبیات یونان و آغاز تئاتر و ارتباطش با پولیتئیسم یا اسطوره که خیلی خیلی برام جالبه و حتما بهش خواهم پرداخت. راه زیادی در پیش داریم تا ما از توتم و تابو رو باید بشکافیم. این همین مذاهب چی گفتش که یک مثل پترن میمونن، مثل فرش میمونن که درشون تار و پود هست و این تار و پودها همینجوری لایه به لایه روی هم اومده تا به امروز ما رو به در قرن 21 هنوز به این ادیان سمیتیک یا میگن ابراهیمی، حالا بهش خودش روی حرف حالا ابراهیم کی بوده نبوده اینجا بحثه، یعنی به صورت به اینجا کشونده. یعنی تو قرن 21 ما هنوز از دنیای فراز دنیای اسطوره‌ای به فلسفی هنوز هم نتونستیم برسیم که به هر روی اشارات خواهیم کرد حتما به شوپنهاور، به نیچه، به مکتب فرانکفورت، همه اینا که اینا تاثیر بنیادی رو مذهب هم گذاشتن. مثلا خود رنسانس که دیروز هم مفصل توی برنامه دنیای صوفی رو شما تو کانال تلگرام من اگه برید با همین آیدی، من این کانال تلگرام دارم و اینا بارگذاری میشه همین حرفای دیگه. من با مدی با بقیه دیگه بحث در مورد تاریخ ادیان مفصل داشتم، همه اینا رو بارگذاری خواهم کرد و میتونید اونجا برید. کلی اونجا لایو هست، 3800 ساعت من لایو دارم در مورد علوم اجتماعی، نمیدونم تاریخ تحولات اجتماعی، روانشناسی اعماق، خیلی چیزای مختلف و کلی هم اونجا کتاب هست، کتابای ارزنده و خوبی هست و اشعار و کارهای کوچولی از تئاتر من هستیم. من کانال تلگرام من هست و کانال اینستاگرام من، میتونید اونا رو فالو کنید تا بیشتر با اون دنیایی که من طی کردم آشنا بشید اگر علاقمند باشید. البته و خب منم شیفته همه اینهایی که شما گفتی هستم تا نمی‌دونم بعد با جلوتر. سپاس جان. فرشید جان، فرناز خانم هندرایز کرده بودید، دست بلند کرده بودید، بیای بالا. اگر که صحبتی سوالی داری ما میشنویم. رفتم پایین دوباره ایشون که آها من توی چیز من نبود. خب امیر خان میشنویم صحبت تو رو. ممنونم استاد. صحبت از اسطوره کردید، من یادم افتاد که یه اسطوره نیمه خدا نیمه انسان به نام دینوسوس توی اسطوره‌های مکتب یونگ هستش. پاسم در مورد اینکه این به دنیا آمدنش و اصلا به وجود آمدن این موجودی میشه تقریبا نیمه خدا نیمه انسان، خود مورد اون توضیح بدید. ببین امیر خان، نیمه خداها از تایتانیان شروع شده، گروهی از خدایانی که در سرکردگی اینها پرومته است. پرومته که زئوس اون رو در بالای کوه میبنده و هر روز یک عقاب میومده و اون رو یه تیکه بدنش رو میکنده و میبرده با خودش. گوش کردید؟ و این گروه از نیمه خداها که خود هرکول هست، پولیس هست، این گروه تعداد زیادی از نیمه خداها هستن که نیم انسان نیم خدا هستن، به نوعی میشه گفت ایزد هم هستن. میدونی چی میگم؟ و اینا فقط گیلگمش هم هست، درسته فرشید جان؟ بله متوجه هست. گیلگمش هم هستش، درسته؟ گیلگمش هم جز این دسته هست. به گیلگمش هم میپرزیم. بله به گیلگمش هم میپرزیم. بله 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 حتما. وقتی که تو میان رودان و ویژه ایران، شوش و لرستان، ماجرای گیلگمش خیلی اتفاقا ایرانی و ربط به میان رودان داره. و تا یه رشد مذهب
اکثرش هم تو میان رودان اتفاق افتاده. حتما وقتی به آیین مندایی، مانوی، به مسیحیت، به ادیان چه در ایلام، چه در بابیلونیا، چه در سومر، اینا رو میپرزمش. یعنی اگه واقعا فرصت باشه و واسه ما قطع نشه، من به همه اینا اشاره خواهم کرد. ولی خلاصه بگم در واقع اینا همشون وقتی که بشر دنبال علت‌ها گشت، بعد اومد پیش خودش فکر کرد که خب برای اینکه بتونه این معلولا رو جواب بده دنبال علت گشت. وقتی علت‌ها رو گشت شروع کرد برای اینا علت سازی کردن. مثلا گفت اگر همین خانه گفت اگر بیمار میشیم حتما مرکوری بدنم تیر زده، یا اینکه مثلا اگه عاشق شدیم اروس تیر زده به قلبمون، یا نمیدونم آتنا. البته خب اینا در خود الله هم همینطوره، اینا همه ربط به آیسیس داره، ربط به لیلیت داره. من در مورد لیلیت سعودی دارم تو صفحه اینستاگرام هم میتونید ببینید که به زنان ایرانی ترجمهش کردم. لیلا دختر ایرانی، یه اثر از آناتول فرانس هم هست. اینا همه این اسطوره ها به هم دیگه مربوطه، تا امروز هم با ما هستن. گوش کردی؟ بله استاد، من تاکیدم رو دینوسوس به خاطر حالا این دینوسوس میشه گفتش بله. که اشاره دینوسوس ارتباط خیلی زیادی اتفاقا با خلاقیت بشر و هنر توی ادیان داره. علت که یونگ به اون اشاره کرده برای اینکه اون بخش کیفی تولیدی این بالندگی که میشه گفت دینوسوس یه جور عرفانی هم هست، شراب به خاطر همین عرض کردم. دقیقاً اینقدر شما بلایی که سربازی استاد، سربازی منو داره بکشونی. بعد اینا میرن بعدا اینا رو گوش میکنن، میگن فشداریان پشت سر من میرن یه چیزایی میگن، چیزای داره عرفان رو یه چیزای دیگه میگه و حرفایی برام میزنن. چی بگم؟ ما دست این مردم خودمون با این غربی ها که ما میشینیم صحبت میکنیم، من برایشون صحبت قربانی داشتم، با هم میستن گوش میکنن، تحصیل میکنن، چه جالب فرشید چه ایرانی ها همه حمله فقط اینا همه ارتباط داره در کانشسنس بشر. اینا همه تو ناخودآگاه خود یونگ عزیز ما وقتی کلکتیو کانشسنس و ناخودآگاه کلکتیو ناخودآگاه جمعی رو و خودآگاه جمعی رو و ناخودآگاه فردی و خودآگاه فردی رو ترک کرد، دمش گرم واقعا. هنوز جا داره که تا 50 سال دیگه یونگو بفهمن. خود فروید هم نمیفهمیدش، یعنی تعصب داشت و خب البته خب بزرگ مردی بود و اصلا سایکوآنالیز اون کشف کرد. ولی ارتباط این کهن الگوهاست. اتفاقا شما یه جلسه در مورد کهن الگو داشتید، من در اون شرکت نکردم. اگه قبلش داشتم حرف می‌زدم دیگه واقعا طاقت نداشتم 2 ساعت دیگه بیام اونجا صحبت کنم. و این تاثیرات کهن الگوها اتفاقا از همین اسطوره‌ها میاد امیر خان. و اشاره یونگ هم به همه این کهن الگوهایی که در ناخودآگاه ما موجود، اگه اون اشاره رو ما داریم بهش می‌کنیم، اسطوره نقش پراهمیتی رو بازی کرده که اتفاقا آقای علیرضا طهماسبی هم شاید هم مورد علاقه شه و الان هم من به نوعی دارم تر. پس به نتیجه ما وقتی که از نیمه خدایان صحبت میکنیم آغاز اینه که خدا از ملکوت اعلی داره به زمین میاد و انسانی میشه کم کم. میدونی چی میگم؟ و اون ارتباط اینها با هم دیگه و حتی همین دو جنسی بودن اصلا به نظر میاد که دینوسوس یه موجود انگار دو جنسیه، هم چیز مردانه داره هم زیبایی زنانه داره و یک جورایی همه اینا میشه گفتش که اگر اروس رو ایزد عشق بنامیم و که اروتیک ازش اومده، اون حشر و اون شهوت بشر از دینوسوس میدونه. خیلی جالبه. دینوسوس هر آنچه که لذته توی اون لذته میشه گفتش که به نوعی بحث از دینوسوس پیش میاد. ذات
خود ذات لذت. در واقع ارسطو ایزد شراب بوده و زراعت، ولی پدرش زئوسه و مادرش هم سمله است و این ترکیب فرزندانی رو داده بیرون و در واقع این نیمه خدایان هم نامیرا بودن. میدونید دیگه اینا چیز بودن، رویینتن بودن و نامیرا بودن. این نامیرایی نیمه انسان نیمه خدا خیلی چیز فوق‌العاده جالبیه. البته خب حضور دینوسوس از یونان تا به هزارهای مختلف تا یونان و حتی در ادبیات شاید فرهنگ ایرانی هم بوده. حالا اینکه از اینجا به اونجا رفته، خب خیلی معتقدن که آریایی‌هایی از اینجا مهاجرت کردن به یونان و بعد تغییر آب و هوا، تبدیل زبان، مسائلی در لینگویستیک پیش اومد و اتفاقات مختلف باعث ایجاد اسطوره شده و گام بعدی ترقی از توتموتابو به ادیان طبیعی بلافاصله پولوتئیسم و این پولوتئیسم دوره اسطوره خیلی اتفاقا چیز پر اهمیتیه. میشه گفت ادیان چند خدایی در واقع میشه گفتش که متأ چرا از دل این طرف اونجا خدایان بد در مقابل خدایان تو شرق، خدایان بد در مقابل خدایان خوبن، برای همین شخصیتشون مخدوش نیست. ولی زئوس میبینی درست شخصیت یهوه الله رو داره، حالی به حالیه، یه وقت مهربونه، یه وقت قاسمه، یه موقع جباره، یه موقع مکاره. میدونید چی میگم؟ و اتفاقا از اون همه اسطوره‌ها فقط یکی زئوسش باقی مونده، میشه اینجوری بهش بگید. نمیدونم تونستم اینا رو توضیح بدم به شما یا نه تو این زمان کوتاه. سپاسگزارم استاد. به خاطر اون سلما که اون آفرودیت اون هیله‌ای رو که بهش زد و گفت به زئوس که بگو که بهت قول داده که تا آخرم هر چی شما بخوای برآورده بکنم. گفت بگو یه بار به چهره واقعیش به شما ظاهر بشه و زئوس ظاهر شد و بعد دیگه سلمای باقی نموند تا سالها از اونجا دود بلند میشد از جایی که ظاهر شده بود. و زئوس تو همین برخورد میگن که خب نطفه دینوسوس رو گرفته بوده و تو رون پای خودش پرورش میده. خیلی نزدیک میشه اون موقع به زربانیسم و اون دقیقاً خیلی نزدیک میشه به زربانیسم. بله اون اهریمن و اهورامزدا اون موقع صحبت‌های دیگه میشه دیگه. بله آقای تماسبی هم بدونه، من شما هم بدونید که من دارم نمایشنامه می‌نویسم نام سیمرغ و اتفاقا بخش بزرگی از این زروان هست، خدای زمانه هست و در اتفاقا تولد اهورامزدا و اهریمنه و بعدش هم تولد لیلیته که اهورامزدا تولیدش میکنه. اشعار منم توی نمایشنامه هست، نمایشنامه‌ای که قصد دارم برم توی ایالات متحده با کوریوگرافی و رقص و چیزای خیلی جالبی اجراش کنم. امیدوارم بتونم. اومدم تعویق افتاد نشد. امیدوارم یکی از کارهای خوب من باقی بمونه از من توی تئاتر. خب سپاس. خانم فرناز تو مجددا اومدین بالا. می‌خواستم ببینم که صحبتی نداری، پرسشی؟ سلام به همگی، امیدوارم که خوب و خوش باشید. من یه سوالی داشتم. البته یه قبلش هم یه چیزی میخواستم بگم. من فکر میکنم من چیزی که شنیدم و میبینم دیدم که این گروه های هندی خیلی هاشون خودشونو نیمه خدا میدونن و میگن، من میدونم که یه سری از این گروه های بزرگشون میگن که نه، خدا ما رو فرستاده و خدا تو ما تجلی پیدا کرده و ما نیمه خداییم که بیاییم ما بشر رو به راست هدایت کنیم و اینا. نمیدونم این ربطی داره به اون نیمه خدایی که گفتین یا اونا افسانه بودن و اینا فقط شارلاتانه. یکی دیگه اینه که در مورد اسم پوران و تورانه که نمیدونم تا 50-60 سال پیش اسم خیلی از قدیمی ها پوران و توران بود. میخواستم در مورد توران اگه میشه برامون بگین که کجا بوده. ممنون. اولا این چیزی که شما گفتید گروه های هندی، ولی اینا مذاهب خیلی باستانی هستن و به هر صورت همه اونایی که طبقات موبدان مختلف یا مانک های مختلف یا حالا
اسمشو امروزه گذاشتن روحانی. اسم آخوندا رو اولین آخوند خانم فرناز، اولین آخوند تاریخ جادوگر قبیله توی دوره ادیان اولی توتموس تو قبیله‌های وحشی آدمخواری که خود هوموساپینس که از جنس ما هست آدمخواری میکردن. هم موقع هم این چه ناندرتالا چه هوموساپینس های دوره 6000 سال هم که با هم زندگی کردن اینا آخوند داشتن. یعنی اگه بخواد بگیم ولتر میگه اولین شارلاتانی که پیرو پیدا کرد اسم خودش گذاشت روحانی. البته ما میگیم اولین شارلاتانی که پیرو پیدا کرد اسم خودش گذاشت آخوند شد، در واقع میشه اینجوری گفت. ولی اینا مثل همون ادیان اسطوره‌ها یا پلیتئیسم چند خدایی این طرف در یونانی یا هلنی هستن، منتها با تفاوت که خدایان خوب و بد در آیین ودائی و شرقی در مقابل همدیگه صف‌آرایی میکنن و اولا میشه گفتش که اون چیزی که به نام دوالیسم زرتشتی مینامد همانا میشه که دیالکتیکی است که سویدمان زرتشتی تعریف میکنه که همونطور که امیرخان اشاره کرد ربط زیادی به زروانیسم داره که در حرکت خودش اهورامزدا را باردار میشه زروان خدای زمانه و در سکونش اهریمن رو و شکم این من بخش زروانیسم بهش توضیح خواهم داد، ولی از دل ایزد زمان خدای زمانه خدای زمان اهورامزدا و اهریمن بیرون میاد و اینها شروع میکنن با هم یه قصه اسطوره‌ای داره که سر وقت زروانیسم شد براتون میگم که خیلی هم زیباست، خیلی زیباست. من یک برنامه تو یوتیوب دارم، میتونید بچه‌ها برید نگاه کنید، فرشید آریان رمزگشایی فره‌وشی، برید اون رو نگاه کنید براتون جالبه. همین فره‌وشی که به سینه‌ها میزنیم، آرم زیبایی که هستش. ایرانی هم الان دیگه شنیدم حتی تو مشهد هم بیشتر از الاف فروش میره. و اتفاقا که دوستان همینو پرسش کرده بودن، من گفتم صبور باشن در روزهای آینده توضیح خواهم. من مفصل در اون مورد حرف خواهم زد در رابطه با دین مزدایی، در رابطه با فره‌وشی، در رابطه اینجا بودید اصلا دست جمعی می‌بردمتون. همین کار بارها برای گروه‌های مختلف کردم توی بریتیش میوزیوم. یه تور خوب تاریخی بهتون میدادم، داشتم بیرون میرفتیم دوری لب رودخانه تیم می‌زدیم و یه بستنی می‌خوردیم با هم دیگه و گشتی می‌زدیم. چه بکنیم که خرما بر نخیل و دست ما کوتاست. همین که داشتین توضیح میدادیم من چشمامو بسته بودم، فکر می‌کردم دارم در طول تاریخ قدم میزنم. ولی خانم فرناز، توران در اسطوره‌های ما دو برادر به نام تور و سلم هست. تور و سلم در واقع از توران میاد که همین تور یا ثور سوئدی هاست که من در سوئد یه مقالاتی در این مورد نوشتم و خیلی هم سوئدی ها انقدر خوششون اومده بود از این مقاله های من و نمیدونم اون موقع آقای صلاحی روزنامه های سوئدی بودن، اون موقع هنوز اینترنت باب نشده بود که آره من اینو شنیده بود. شاید تو این میکروفیلم ها بتونم پیدا کنه کسی، نمیدونم افتوبلاد کجا مقاله من در رابطه با اسطوره‌های سوئدی نوشته بودم و سوئدی‌ها اومده بودن گفتم تو اینا رو از کجا می‌دونی؟ گفتم برای اینا اسطوره‌های ما هست، شما برداشتی، شما داستان نصف کاره میگید، من بذار بقیه‌اش براتون بگم. جالب. من خیلی دوست دارم اینو بعداً تو زمان به اسطوره‌ها رسیدین این قضیه اسطوره‌های اسکاندیناوی رو، چون من خیلی راجبش مطالعه کردم که شباهت اسطوره‌های اسکاندیناوی با اسطوره‌های ایرانی، حتی واژه‌های ایرانی در زبان سوئدی هم من خیلی راجبش مطالعه کردم. زیادن و بعدش هم میدونی که وایکینگ‌ها آقای صلاحی از همین روش که اومدن از ولگا اومدن کاسپیان، از کاسپیان اومدن گیلان، آثار وایکینگ‌ها تو گیلان و مازندران هست. میدونستید شما اینو؟ من نه، ولی شنیدم از خودتون. گیلان داستانه خیلی مفصلیه که اصلا من انقدر عشق تاریخ داشتم از نوجوانی که شیفته تاریخ شدم، با اینکه هرگز رشته دانشگاهی من تاریخ نبود. دانشگاه چه دانشگاه بره جلو بوق بزنم، از 100 برابر 1000 تا دانشگاه تاریخ خوندم، انقدر تاریخ خوندم، انقدر تاریخ دوست داشتم و تاریخ ادیان، تاریخ طبیعی، تاریخ
نظر من اینه که دونستن تاریخ برای هر کسی جز واجباته، چون هر کسی تاریخ رو ندونه محکوم به تکرارش میشه. اصلا خانم فرناز، توران در واقع میشه گفتش که یه بحث خیلی مفصلی داره. امیر خانم یه اشاره، فکر کنم آقای طهماسبی یا امیر خان نمیدونم یکیشون اشاره کردن یا رابین اشاره کردن، نمیدونم کدومشون بود، که در رابطه با کشته شدن بحث دین زروانی و شما بودی امیر خان گفتی و مهریگری. بله رابین بودش. آره رابین بود، کشته شدن از زرتشت و آره آخه به انصاف چی میگه بعد میذاره میره، من نمیدونم چرا میذاره میره. رابین خیلی هم عجوله، همه یه 30-40 تا سوال به قول خود دوستان ماستا و قرمه سبزی رو همه رو قاطی کرد و پرسید. واقعا من اصلا نمیدونم که چیکار کنم واقعا. ولی توران بر روی شکلی توران رو از تور میدونن و ایران رو از سلم، و سلم پسرش ایرج خانم فرناز، و اسم ایران از ایرج میاد، ایرجه ایرانویچ و ایر، مثل ایرلند هم یعنی در واقع انگار نصف ایرانی بکنی، لند همون رانه دیگه، ایران ایرلند هر دو یه اسمه و میشه گفتش که اینا ایران، ما هممون ایریم، ایر و بچهای ایرجی در واقع. و این بحث بین ایران و توران، سرزمین افسانه‌ای که اونجا نهایتاً بزرگترین سمبلش میشه اسفندیار رویینتن، این طرف هم میشه رستم دستان دیگه، و دین سیمرغی جنگش امیر خان، و داستان دین مهری و این تضادهایی که دین مزدایی و وسط، یعنی در واقع اونا رو خواست هم جوش بده، ولی خب تضاد از بین نمیرفت دیگه. همه دوره ما حزب اللهی داشتیم امیر خان. میدونی چی میگم؟ استاد فرزندان اهریمنن. آفرین، این اهریمن درون و اهریمنی که در ناخودآگاه کلکتیو کانشسنس هم هست. در درون هر کدوم ما یک به صورت دیالکتیکی اهریمن و اهورا وجود. هممون عین زروان میمونیم، هم با خودمون اهریمن اهورا رو حمل میکنیم. حالا کدومش زاده بشه و کدومش بر ما مستولی بشه، این ما هستیم در روش باز میکنیم. میدونی چی میگم؟ من این لابلا تیپسایی میدم که شماها که تو این فکر میکنید، آقای علیرضا طهماسبی، شما که یه مقداری من در لابلای حرفاتون میبینم که به این نکته کانشسنس خیلی توجه داری، به این نکات یه مقدار فکر بکنیم که مثل قدیم دیگه عارفا هم کشف شهودش با هم دیگه در میون میذاشتن. ما هم همین کارو داریم، ما همه داریم با هم نشستیم داریم گپ میزنیم. حالا من چند کلاس زودتر شروع کردم، هممون در واقع سالک این راهیم. این منظورم چیه؟ تفاوتی که با هم دیگه نداریم، داریم با هم میریم جلو. بر روی توران کشوری است که از پیروان تور ایجاد شده. اصلا خود کلمه ترک خانم فرناز، ترکان داد میزنن ما ترک هستیم، ایران فلان مثلا، بهش میگم خب ترک یعنی چی؟ میگه نمیدونم. در واقع تورک پیرو توره، آنچه که در زمان توران شده. اون در دوره امپراتوری موهنجودارو قبل از اون همینجور مهاجرت ایجاد شده از یخبندان 20000 سال پیش ما، نمیدونم 11 تا 1000 خیلی طول کشیده. و این مهاجرت به فلات ایران، اقوامی که از ترکای آبی، از ترکای اوغوز، از منچور، یه بخش از آریایا، بازگشتشون دوباره، البته هنوزم پرسش، البته گریشمن بارتلود باور داشتن، یعنی این رو تئوریزه کرده بودن مسئله مهاجرت آریایی‌ها رو. به نظرم میاد که میتونه صحت داشته باشه، چون اصلا قبایل ماد و پارس و پارت به نظر میاد که بعداً به مهاجرت کردن به ایران، و بومیای اصلی ایران در مرکز لیلیبیا، لولوبیا یا گوتیا، مانایا، سک‌ها این طرف سیستان، تمدن آرتا، تمدن شهدان کرمان، که اونجاها میدونید که حتی از دوره جوراسیک ما آثار دایناسور هنوز داریم توی اونجا، تا مازندران که دایناسور پرنده داشتیم. نمیدونم اصلا به کدومش بپردازم، دیگه لابلا حس کوشش میکنم هر چی که میشه به شما بگم. و برشاد این تبارشناسی ایرانی، هوجه ها، ایلامی ها، خوزی ها، ما هم خوزستان ایجاد کردن. و
شمال هم که کاسپیا، کاداسا، کاسیوسا، مارتا، تپویا، اینا تبارهای باستانی ایران هم که باید بهشون برسیم. بحث تبارشناسی. بله من دیگه خیلی کم کم برم جانم. خیلی ممنون، لطف کردید. خیلی جالبه واقعا. من فکر میکنم شما اون چیزی که گفتید عقیده دارید هم اهورا هست تو وجود هر کدوممون، هم اهریمن، یه جورایی مثل تفکر کابالیستاست. بله کابالا هم عرفان اولی هست. اصلا قبل از اونم سالکان عهد کهن بودن و بعد اومدن به دوران دین مهری و سیمرغی و مزدایی همین ایده آمد و بعد کابلای یهودیت وقتی نابود شد مسیح دوباره اومد این دین رو زنده کنه، باز کشتنش. اینا هم بعد در مورد کابلا باید بهش برسن. دقیقا. من پارسال تقریبا همین وقت بر تولد خودم یه گردنم بنده درخت زندگی گرفتم. درخت توبا، من در موردش شعر خیلی جناب آریان، درخت زندگی ریشه در مهر، یعنی فرهنگ مهری و میترایی داره که حتی توی سوئد هم ما داریم. بله ایگدراسیل دقیقاً روز تولد مهر و درخت کریسمس هم از همون میاد و اساسا من یه سوده‌ای دارم به نام توبا براتون روز میخونم. خیلی جالب. درسته. بعد من دوستم که در واقع آمریکایی ولی اصالتش برمیگرده به ایرلندی، گفت چه جالب ما اینا تو ایرلند داریم ما اینا. بعد همون حرفایی که زدین دقیقا همون بود. ایرانی بدونه که ریشه ایرانی داره اصلا نمیتونه باور کنه. اسکاتلندیا هم همینطور، اونها هم یک ریشه ایرانی دارن. نژاد اسکاتیا. بگذاریم جناب فرشید آریان، در این خصوص شما سروده‌ای دارید یا خیر؟ نیما سروده‌ای دارم در تو با درخت توبا. دوست دارین سروده شما رو ما بشنویم؟ سروده من رو؟ آره اگر در این خصوص دارین سروده‌ای، گوش ما رو باهاش نوازش بدین. در خصوص همین ادیان، یا خیلی دوست دارم در مورد لیلا برای بچه‌ها بخونید. آها لیلیت. بذار من شعر لیلا رو بس براتون پخشش کنم اگه اینجا باشه. نینا جان شما صحبتی داری؟ هند رایز کردی اومدی بالا. من براتون بذارم و بعد دیگه از حضورتون، چون دیگه ما 2 ساعتمون هم تکمیل شده، دیگه مرخص بشیم. ببینید بذارید ما اینو تموم کنیم. به من اینجا پیام دادن که حتی در مورد شما هم دارن صحبت میکنن آقای سمو. در مورد من؟ بذار بکنن. مهم نیست. به قول شیرازی ها فوش با آدم نمیچسبه. بله. سلام جناب آقای ساموئل و آقای درود به شما. درود به شما آریان. میخواستم ببینم راجع به همین مسیح که کلا پسرای میترا اومدن، کسایی که 3 نفری که بالا سر تولد حال مسیح بوده، اینا اینجور روایت اومده و بعدن هم که همسر مسیح همون خانم مریم که باردار بود، اینا فراریش دادن بردنش، بعد از اسرائیل بردنش فرانسه و اینا. و خود مسیح هم که در سنهای کودکی روایت هستش که اومده به هر حال همین با پسرای میترا، یعنی جزء زیر تعلیمات اونا بوده و بعدم خب بودا زیر تعلیمات کلن همون چیزای شرق بوده دیگه، هند و ایران. و نظرتون راجع به همین تولد میترا که 24مه و مسیح نظرتون چیه؟ چون این من مطالعاتی که کردم هر کدومشون یه چیزی میگم، میخواستم نظر شما رو بدونم. ببین اولا من که اصلا مسیحیت رو دین ایرانی میبینم و اساسا باورم که شکلیش در ایران مشروش و در چیز بوده، در میان رودان رخ داده. غسل تعمید و عصاریان هم در بصره و همین بصره امروز و کویت و همین خوزستان بودن. مسیح مدت زیاد
فرشید جان صدای شما قطع شد. قطع شد صداش. صدام قطع شد یا هست صدای من؟ نه صداتون قطع شد. گفتیم مسیح دیگه قطع شد. ببخشید من صدام قطع شد. بله صدای شما قطع شد. صداتون قطع شد. چی شد؟ این آلیان باک خوردم رفتم بیرون. تولد میترا و تولد مسیح، به خاطر اینکه مسیحی‌ها شروع کردن که اونو که پیروان میترا رو قتل عام کردند، دوستون هستش، قتل عام کردن. کنستانتین که یک دین میترایی داشته، زربانی داشت، اومد با یک سیاستی این آیین میترا رو گنجون در آیین مسیحیت تا بتونه اون آیین رو حفظش بکنه. همون کاری که زرتشتی ها کردن با اسلام که آیین خودشون رو با آیین اسلام قاطی کردن، یا حتی مساجد و معابد اسلامی رو روی آتشکده های ایرانی پابرجا کردن. مثال میزنم همین حرم رضا یک آتشکده بزرگ زرتشتی بوده که به خاطر که اون از بین نره، یا مثلا میگم نسبت دادن قبر کوروش به مادر سلیمان که اونو تخریب نکنند. خب خیلی کارها کردن. میترایی هم همین کار کردن، ترکیب کردن دینشون رو با دین مسیحیت که مسیحی ها اونها رو نکشن و قتل عام نکنند. این تا حدودی که من میتونستم یعنی با اجازه های آریان بگم همین بوده. بله اینم من مطالعه کرده بودم، ولی بعضیا که میان تو کلاب هاوس میگن که مسیح با میترا یکیه، اشتباه میکنن، چون میترا خیلی قبل‌تر از مسیح بوده. بله یکی نیست ولی آیینش یکی هست. آیینش آره یعنی درسته. فرزندان حتی پسرای آریان تشریف آوردیم. آریان خودشون توضیح بدن. آره ببینید، اولا که این خب فرزندان میترا نیستن که اون کاسپر و بالتزار و مهونی، این سه تا موغن که در واقع شاهد چیز هستن، شاهد به اصطلاح تصویر به نوعی میان که مثلا ستاره شمالی رو، و این در واقع نشون میده که دین مسیح گرایشات مهری درش هست. اونایی که مشخصا دیگه مثلا فرزندان میترا زمان میترا چند هزار سال پیشه و برسوی اینو از بخشی از مذاهب ایرانیه و اینها به اصطلاح کوشش شده که به اصطلاح و به نوعی داره برام پیام میاد. من فکر کنم ببخشید آیه ساموئل، من بله الان دیگه وقت شما تموم شده، هی دارم پیام بهتون میدن که بیاین توی تالار بعدی. خیلی خوب، ما بحث رو همینجا نگه می‌داریم. دیگه به شما میگذارم، حتما اینو توضیح میدم در رابطه با مسیحیت. هم ما دین مسیحیت میپرزم خانم نینا، اگر شما تو این جلسات حتما و این آیدی من رو تو کانال تلگرام هم نگاه کنید، برنامه امروز رو هم میتونید گوش کنید و جلسات دیگه بیام به همه ادیان خواهم پرداخت. من براتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم. سپاسگزارم که اومدین جناب آریان. موفق باشید. قربان شما. سپاسگزارم. دوستان عزیزان، جناب آقای آریان، من و بقیه مدراتورها رو فالو کنید، بانو صبا رو که در پایین هست فالو کنید، کلاپ ما رو فالو کنید. ما هر روز با موضوعات مختلف در خدمتتون هستیم. هر سه شنبه با جناب آقای آریان با تاریخ ادیان در خدمتتون هستیم. ما دوست داریم بذر دانش رو بپراکنیم. حالا اون دانش رو اونی که میگیره برای ما، حتی یک نفر به دانش و آگاهی و خرد برسه، برای ما کافی است. سپاسگزارم. هنگامتون به شادی و شادکامی. جناب آریان افتخار داریم در خدمتتون. حتما خانم نینا من به دقت توضیح کنم، دارم ناراحت نشد چون ما روم رو ببریم. نه من ناراحت نمیشم، مرسی. توی توضیح بهتون مختصرا دادم در مورد مسیحیت، حتما بیشتر توضیح خواهم. آره چون جناب آریان هم هی دارن بهشون پیام میدن که بیان جای دیگه و ما حضور ایشون رو غنیمت شمردیم و از ایشون استفاده کردیم و اجازه بدیم ما بقیه هم استفاده کنن. ممنون.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. مرسی. سپاسگزارم جناب آریان. شبتون خوش. هنگامتون به شادی و شادکامی. شبتون خوش.